الذهن يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال و با سلام و درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم برنامه امروز پرسش و پاسخ را آغاز می‌کنیم. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که به سوالهای شرعی شما بینندگان عزیز پاسخ میدن. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید دارم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمندمون عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز انشاءالله خواهم بود. سلامت باشین. جناب استاد، از سوالهای SMS بینندگان برنامه را آغاز میکنیم و اولین بیننده سوالش این است که سلام دادن در مسجد خوبه یا نه؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد سلام گفتن یک نقطه اساسی رو ما باید در نظر داشته باشیم که سلام در دین اسلام صرفاً به معنی خوش آمدگویی نیست. بعضی تصور میکنند که سلام گفتن معنیش این است که خوش آمدید، یک نوع تحیه و خوش آمدی اینو صرفاً تصور میکنن، بلکه این فراتر از این هست. هم اعلام ورود هست، هم نشانه اجازه گرفتن هست و همین که یک دعای خیری هست برای برادر مسلمان. این تصور را ابتداءً نسبت به سلام ما باید داشته باشیم که سلام گفتن اضافه بر این که خوش آمدی هست، اعلام ورود و اعلام وجود هست، یک نوع دعای خیری هست که انسان برای خودش و برای برادران مسلمان خودش این دعا رو انجام میدهد. و بهترین صیغه سلام همون چیزی هست که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده. بعضی در سلام گفتن فقط این جمله رو میگویند که مثلا سلام عرض میکنم خدمت شما، یا سلام با نام خدا. اینها هیچ کدوم سلام شرعی نیست و جواب گفتن این سلام هم لازمی نیست. شما فقط میگید سلام. این سلام یک جمله کامل نیست، یک مفهومی رو به مخاطب نمیرساند. یا با عرض سلام، خب عرض سلام کجا هست؟ حتما باید جمله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو شما بفرمایید تا این که از نظر شرعی شما سلام داده باشید. با عرض سلام یا سلام میکنم، اینها به هیچ عنوان جایگزین خود جمله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قرار نمیگیره. این یک نقطه. نقطه دیگر این که همون گونه که سلام دادن عرض کردم یک دعای خیر هست و یک نوع تحیت هست و خوش آمدید هست، تمام این معنی رو در بر دارد. یک کار خیر و کار نیک هم شمرده می شود. در روایتی هست رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند در مسجد، یک فردی وارد شد و گفت السلام علیکم و نشست با رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایشون فرمودند 10. یک نفر دیگری وارد شد گفت السلام علیکم و رحمت الله، نشستند. سلام علیکم رسول الله صلی الله علیه و سلم جوابشون دادند با صحابه. این فرد نشستند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند 20. یک فرد دیگری اومدن سلام گفتند با این جمله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند 30، یعنی 30. یعنی این که هر یک کلمه‌ای رو که شما اضافه بکنید در هنگام سلام گفتن، شما 10 ثواب اضافه دارید. 10 ثواب. السلام علیکم 10 ثواب داره، السلام علیکم و رحمت الله 20 ثواب داره، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته 30 ثواب داره. چیزی که در شریعت اسلامی اومده همین 3 کلمه هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کامل ترین صورتش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بر این اضافه کردن مشروع نیست.
یعنی این گونه نیست که شما اگر بخواهید که یک ثواب بیشتری رو ببرید بر این اضافه بکنید، مثلا بگید که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرته و چند کلمه دیگر رو هم اضافه بکنید. آن غیر بعد از و برکاته چیز دیگری مشروع نیست. همین چیزی رو که در شریعت اسلامی اومده اینو ما باید مراعات بکنیم. این نکته دوم. نکته سوم این که عرض کردم که سلام یک کار خیر هست و یک کار دعایی هست، هم دعا هست و هم کار خیری هست. پس بنابراین هم هنگام ملاقات این سلام گفته می شود و هم هنگام خداحافظی، هم هنگام ملاقات و هم هنگام خداحافظی. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که دومی یعنی هنگام خداحافظی کردن اولی اولاتر از دومی نیست. یعنی همون گونه که شما هنگام ملاقات در واقع هم دیگر رو سلام میگویید و دعای خیر میکنید که شما سالم باشید، رحمت و برکات الله بر شما باد، وقت خداحافظی این اولاتر هست. هنگام ملاقات سلام دادن اولاتر از هنگام خداحافظی نیست. پس بنابراین در شریعت اسلامی هم هنگام ملاقات سلام گفتن مشروع هست و هم هنگام خداحافظی کردن، بلکه اولاتر و بهتر هست در هنگام خداحافظی کردن. این نکته سوم هست خدمت بینندگان عزیز. و سوال این بیننده من این بود که در هنگام ورود به مسجد آیا سلام گفتن جایز هست یا اینکه جایز نیست؟ حدیثی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند اذا لقی احدکم اخاه فلیسلم علیه. دستور هست از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم هرگاه که هر فردی از شما با برادر مسلمانش ملاقات کرد فلیسلم علیه، به اون سلام بگوید. و روش سلام همون جملاتی هست که من خدمت شما و بینندگان عزیز من عرض کردم. فإن حالت بینهما شجرة او جدار او حجر ثم لقیه فلیسلم علیه. این جمله رو من عرض میکنم به خاطر این که بسیاری از بینندگان ما گاهی وقتی آزرده میشوند از این که فردی مثلا چند بار به اونها سلام بگویند. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند هرگاه با برادر مسلمانتون ملاقات کردید بهش سلام بگویید. فإن حالت بینهما جدار او شجرة او حجر، اگر در میان شما یک دیواری یا درختی یا سنگی فاصل افتاد، با هم میرفتید، دو نفر بودید، یکی از این طرف درخت رفتید، یکی از اون طرف درخت رفت، یکی از این طرف تپه و کوه رفتید، اون نفر دیگر از اون طرف رفت، یا دیواری در میان شما فاصله افتاد، وقتی که دوباره همدیگر رو دیدید و به همدیگر رسیدید فلیسلم علیه، باز هم بر همدیگر سلام بگویید. زیرا که من عرض کردم این به معنی خوش آمدگویی نیست، به معنی یک دعای خیر هست و یک عمل نیک هست. پس بنابراین انسان مرتبا این کار رو باید انجام بدهد و این حدیثی هم عرض کردم در سنن ابو داود هست و روایت صحیح هست. و حتی در هنگام ورود به مسجد، حتی در هنگام ورود به مسجد روایات متعددی هست. من جمله روایتی رو که من قبلا عرض کردم که 3 نفر اومدن و سلام گفتن با 3 کیفیت. این در مسجد اتفاق افتاد زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسجد بودن. روایت دیگری هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که معروف هست به حدیث اون شخصی که بعد نماز میخوند اومد سلام گفت و نماز خوند و بعد رفت خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسجد سلام گفت. در اون روایت هم اومده که در مسجد سلام گفته. و اضافه بر این حتی روایاتی وجود دارد که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام نماز، نه در هنگام ورود به مسجد، در لحظه ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم سر نماز ایستاده بودند باز هم سلام میگفتند. روایت معروفی است از حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه در سنن ترمذی و ابو داود و نسائی و دیگران این روایت کردند. صهیب رضی الله تعالی عنه میگوید که من رفتم که بر کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی مرور کردم، مررت به رسول الله صلی الله علیه و سلم فسلمت، من رفتم در کنار رسول الله یا عبور کردم از کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم، سلام گفتم در صورتی که ایشون نماز میخوند. مررت به رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو یصلی فسلمت علیه، از کنار ایشون رد شدم، در حال نماز بودن، من بهشون سلام گفتم. این حتی در حالت نماز خوندن بود. میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب نماز مرا داد، فرد الی اشارتن، به من جواب سلام مرا داد، نه به صورت کلام، نه اینکه بگه السلام علیکم و رحمت الله یا و علیکم السلام، بلکه با دست خودشون اشاره کردن. و این مسنون هست از نظر
شرعی اگر کسی در هنگام نماز هست، یک فرد دیگری تازه واردی وقتی که میآید و سلام میگوید، برای این فردی که در نماز هست دستش بسته هیچ اشکال نداره دست رو بلند بگوید، نگوید السلام علیکم یا و علیکم السلام، دستش را به عنوان جواب سلام بلند بکند، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و این روایت صحیح است. من عرض کردم در سنن ابو داود و سنن نسائی و بقیه کتب حدیثی اهل سنت و الجماعت اومده. پس بنابراین اساسا سلام گفتن حتی در هنگام ورود به مسجد و حتی برای کسی که در حالت نماز ایستاده هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، بلکه عملا ثابت شده که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین عملی رو انجام میدادند. منتها برخی از علما گفتند که مکروه است. برخی از علما در این زمینه نظرشون این است که اگر سلام گفتن در هنگام ورود به مسجد در صورتی که افرادی نماز میخونند یا مشغول تلاوت قرآن هستند، اگر شما میدونید که این سلام گفتن شما اونا نمیتونن تحمل بکنند، این آداب رو یاد ندارند، احکام شرعی رو یاد ندارند، آزرده میشوند و خشوع و خضوعشون در واقع از بین میرود، یا افرادی وقتی وارد مسجد میشوند با صدای بلند که تمام مردم نظرشون جلب میشه این گونه سلام میدهند، این گونه اگر هست واقعا برخی از علما گفتن که چنین سلام دادنی مکروه است. اما در اصل جوازش هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. اگر واقعا در هنگام ورود مسجد گروهی نشستن نزدیک شما هستند، با صدای آهسته میتونید سلام بدید و به صورتی که دیگران در واقع در نمازشون هیچ خللی به وجود نیاد. و اگر کسانی هستند که بر سنت عامل هستند، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را میدونن و با صدایی که مناسب هست سلام بگید، حتی جواب سلام در هنگام نماز هم هیچ گونه اشکالی ندارد، با اشاره دست رو بلند بکنند و اشاره بکنند و جواب سلام رو بدهند. سپاسگزارم از شما. و بیننده بعدی سوالشون در مورد حکم محرمیت است که گفتن آیا شوهر دخترخوانده محرم است یا نه؟ بیننده از زاهدان این سوال کردن. نه، شوهر دخترخوانده مانند شوهر دختر نیست و از نظر شرعی محرم حساب نمی شود، مگر این که از طریق دیگری محرم شده باشد. یعنی این که خواهرزاده شما مثلا باشد، برادرزاده تون باشد، یا این که از طریق رضاعت و شیرخوارگی محرم شده باشد. صرفاً به این که داماد شما هست و نه این که داماد شما باشه، بلکه دخترخوانده شما را ازدواج کرده، این محرمیت ایجاد نمی‌کنه. چون خود دخترخوانده در حکم دختر واقع نمیشه دیگه. بله. تا زمانی که شیر نداده باشه یا محرم شمرده نمیشوند، مگر تا زمانی که محرمیتش از طریق دیگری غیر از ولادت ثابت باشه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا ماشینی که قیمت نقدی آن 20 میلیون تومان است برای 2 ماه قرض بدی 23 تومان حلال است یا حرام این کار؟ قبلا من بارها اینو توضیح دادم که معامله اجناس هم از این که خودرو باشه یا چیز دیگری باشه، هم به صورت نقدی جایز هست و هم به صورت قسطی و نسیتاً جایز هست. و در مقابل معامله قسطی یا معامله نسیتاً، یعنی این که 1 ماه 2 ماه یا 1 ساله کمتر و بیشتر بفروشد، از نظر شرعی بنابر قول اکثر علمای اهل سنت و مذاهب اسلامی اشکال ندارد که شما قیمت ماشین را و کالا را اضافه بگیرید. اضافه بر اون قیمت نقدی که هست، شما 1 ماه یا 2 ماه یا مدت دار میفروشید، اشکال ندارد که قیمتش رو هم اضافه بکنید. منتها مشروط بر این که من قبلا عرض کردم که اصل این معامله مشخص باشد که این معامله نقدی هست یا معامله قسطی یا نسیه هست. یعنی قیمت مشخص باشد که این معامله یک معامله 2 ماهه هست، فعلا در واقع نقدی نیست، و مردد نباشند که اگر تا 1 هفته پول رو آوردی من نقدی حساب میکنم، اگر نیاوردی تا 1 ماه مثلا من نسیه حساب میکنم. این گونه نباشه، چون این معامله جایز نیست و حرام هست. اما در صورتی که نوع معامله مشخص هست، از همون ابتدا هم بایع و مشتری هر دو تا مطمئن هستن که سررسید پول این ماشین فرض کنیم بعد از 1 ماه هست یا بعد از 2 ماه، این معامله جایزی هست. این شرط اول که تردد در اصل معامله نباشه و نوع معامله مشخص باشد که نقدی هست یا نسیه هست. این شرط اول. شرط دوم این که این معامله پول اضافی که میگیرد این رو درصد پول خودش حساب نکند. فرض بگوید من از این پولم که به شما در مقابل این ماشین دادم، من 30% پولم رو حساب میکنم و نهایتا 1 ماه اینقدر میشود، 2 ماه اینقدر میشود. درصد پول رو حساب نکنید. یک قیمت روی ماشین بگذارید. این قیمت نقدش هست، این قیمت 6 ماهه و 1 سالهش هست.
حساب درصد پول و سود پول در واقع نباشد. این شرط دومش هست. و شرط سوم این که در صورت تأخیر مشتری، بایع و فروشنده حق ندارد که اضافه از اون مبلغی که قبلا با هم دیگر توافق کردن اضافه بر اون بگیرد. فرض کنید که ماشین رو فروختن 2 ماهه به 20 میلیون. الان فرض کنید که از 2 ماه گذشت و 3 ماهه شد. فروشنده حق ندارد که الان بگوید که من 20 میلیون که اصل قیمت بوده، فرض کن که 500,000 یا 1 میلیون اضافه میگیرم زیرا که تأخیر کردید، دیر کرد بگیره. با این 3 شرط اگر معامله نسیتاً صورت بگیره، مدت دار صورت بگیرد، اضافه کردن قیمت اشکال شرعی نداره و معامله قسطی و مدت دار جایز هست. خیر. و بیان بعدی نیست باز در مورد معامله و فروش های به صورت نسیه سوال کردن. گفتن که آیا معامله سکه و طلا به طور نسیه با قیمت بالاتر جایز است؟ و کلا گفتن اگر کسی چنین کاری انجام داده چه کار باید بکنن؟ قبلا عرض کردم که معامله نسیه یا شرایطی بنابر تعبیر بعضی از مردم یا اینکه مدت دار باشه هیچ گونه اشکال شرعی ندارد برای اقلام و اجناس دیگر غیر از طلا و نقره و موارد دیگر. 6 مورد هستند که خدمت شما بینندگان اینو عرض میکنم. در اجناس دیگر، در اقلام دیگر معامله نسیه و شرایطی جایز هست، منتها در طلا و در نقره و در گندم و جو و همچنین خرما و نمک در صورتی که به جنس خودشون فروخته بشوند، در صورتی که به جنس خودشون فروخته بشوند نسیتاً جایز نیست. الان چگونه به جنس خودشون فروخته بشوند؟ به طور اینکه طلا در مقابل طلا فروخته می شود. طلا در مقابل طلا، 1 کیلوی طلا را می فروشند در مقابل 1 کیلوی طلای دیگر. منتها این نقدی نیست، این نسیتاً هست، چون این معامله جایز نیست. فرض کن که 1 تن گندم رو میفروشن در مقابل 1 تن گندم، منتها شما گندم خودت رو الان تحویل گرفتید و من که در واقع گندم رو به شما فروختم بعد از 1 سال، بعد از 6 ماه گندم رو شما تحویل میگیرم. این همون گندم هست، منتها این که تأخیر شده در این، چون این معامله جایز نیست. و در مورد ربا 2 نوع ربا داریم. این تصور رو در نسبت به ربا ما باید ابتداً در ذهن ما باشد که معامله ربوی یا این که ربا در چه صورتی هست. در شریعت اسلامی و اون چیزی که در زمان جاهلیت داب بوده، 1 نوع ربایی داشتند به معنی همین چیزی که امروزه میگیرند به عنوان دیرکرد. همین چیزی که امروزه میگیرند به عنوان دیرکرد، این اسمش هست ربای نسیه. ربای نسیه یعنی این که من به شما 1 میلیون قرض میدهم، میگم که بعد از گذشت 1 ماه من از شما اینو میخوام. 1 ماه گذشت و شما دستتون تنگ بود، نتونستید که 1 میلیون من رو دوباره برگردونید. من مثلا میگم در مقابل هر هفته ای که برود من 100,000 از شما اضافه میگیرم. هر چی دیر کردی به ضرر خودت هست. این دیرکردی که امروزه وجود داره این همون در واقع ربای نسیه‌ای هست که در زمان جاهلیت وجود داشته. جز ربا قرار جز قطعاً یکی از مصادیق قطعی و 100% ربا هست. و ربای دیگری وجود داره به معنی این که ربای نسیه هست. این هم مثلا این که طلا را با طلا میفروشند یا این که طلا را در مقابل پول میفروشند، منتها چیز اضافی نمیگیرند. به طور مثال من 1 کیلو طلا را فروختم به شما در مقابل 1 کیلوی طلای دیگر، یا این که 1 کیلو طلا را فروختن در مقابل 2 کیلوی نقره. منتها این معامله نقدی نیست. من طلا را امروز تحویل دادم و اون چیزی که شما باید به من بدید بعد از 1 ماه هست. این هم جزء از ربا هست. این هم در واقع ربا شمرده می شود و این ربا اسمش هست که ربای نسیه، مانند همین صورت اولی. این 2 صورتی که عرض کردم این ربای نسیه هست. این 1 صورت. صورت دوم که ربایی داریم ربای فضل گفته میشه، یعنی ربای زیادتی. مثلا من به شما میگویم که من 100 گرم طلا به شما میفروشم، الان شما نیازمند هستی، من این 100 گرم طلا رو به شما میدهم اما در مقابل 110 گرم طلا. یعنی 100 گرم در مقابل 100 گرم نیست، 100 گرم در مقابل 110 گرم هست. این ربای فضله، یعنی در این زیادتی هست. در همون اول شرط کردم که از شما یک چیزی رو اضافه میگیرم. این هر 2 ربا از نظر شریعت اسلامی کاملا ناجایز و حرام هستند. دلیلش چی هست که اینا حرام هستند؟ دلیل صراحتا وجود داره.
در بخاری و مسلم و کتاب‌های حدیثی دیگر اهل سنت و الجماعت که حضرت برا و حضرت برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه و زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنهما اجمعین میگویند که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن بیع الذهب بالورق دینا، که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردند از معامله طلا با نقره در صورتی که نسیه باشه، در صورتی که نسیه باشه. این دقیقاً همین موردی هست که بیننده عزیزمون سوال کرده، فروختن نقره یا سکه طلا به صورت قسطی یا به صورت نسیتن باشه. در این روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم از معامله کردن طلا با نقره منع کردند به صورتی که دین باشه، در صورتی که به صورت دین باشه، یعنی این که قسطی باشه یا نسیتن باشه. پس بنابراین این یکی از مصادیق ربا هست و چون این ربای جایز نیست. روایت دیگری که در این زمینه وجود داره روایتی هست، من قبلا عرض کردم که از عبادة ابن صامت رضی الله تعالی عنه است و این روایت هم روایت صحیح است. ایشون چند مورد از اقلام ربوی رو برای ما مشخص کردن. میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. این 6 مورد رو و 6 قلم رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برشمردند و فرمودند مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید. ببینید چقدر تاکید است، مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید. اینها باید مثل هم دیگه باشند، یعنی برابر باشند. سواء بازم برابر باشند، یدا بید یعنی دست به دست باشه، نقدی باید صورت بگیرد. معامله طلا با طلا، نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو و خرمای با خرما، نمک با نمک، اینها باید برابر باشند و اینکه نقدی باشند. خب این قسمت اول حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. ایشون در ادامه میفرمایند فاذا اختلفت هذه الاصناف، اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، وقتی که دست به دست باشد. این روایت هم عرض کردم که صحیح، در روایت صحیح مسلم هست. ایشون میفرمایند که طلا در مقابل طلا باید برابر باشه و نقدی باشه. اضافه فروختنش هم جایز نیست و نسیه فروختنش هم جایز نیست. همچنین نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو و خرمای با خرما و نمک با نمک حتما باید به صورت مساوی فروخته بشه و همین که نقدن باشه. در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند فاذا اختلفت هذه الاصناف، اگر این اصناف با همدیگر متفاوت بود، این اصناف با هم دیگر متفاوت بود. صورت اول مسئله این بود که شما طلا رو در مقابل طلا میفروختید. بله. الان صورت دومش فرق میکنه، اختلاف این اصناف هست. شما طلا را در مقابل نقره میفروشید، طلا به طلا نیست، طلا به نقره هست. یا این که طلا به پول نقد هست. بله. طلا با نقره یا طلا در مقابل پول نقد هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فبیعوا کیف شئتم، هر گونه که دلتون میخواد معامله بکنید. 1 کیلو طلا رو بفروشید در مقابل 10 کیلو نقره، هیچ اشکالی نداره. 1 کیلو طلا رو بفروشید در مقابل 1.5 کیلو نقره، هیچ گونه اشکالی رو نداره. منتها در اینجا یک شرطی وجود داره، مثل به مثل در اینجا شرط نیست که مثل هم باشن. یعنی وزنش و گرمش هیچ گونه شرطی در این صورت نیست. وقتی که اجناس مختلف شد، دو جنس متفاوت هستند، شما آزاد هستید که کم و زیاد بکنید. مثلا به مثل و سواء به سواء و یدا سواء به سواء لازم نیست. منتها رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا کان یدا بید، در صورتی که دست به دست باشه، نقدی باشه. اگر نقدی باشه درسته، در صورتی که نسیه باشه همون ربای در واقع نسیه حساب می شود. همون ربای نسیه که اول اینو من عرض کردم. پس بنابراین معامله طلا و نقره به صورت نسیه جایز نیست، به صورت نسیه جایز نیست. شما طلا را امروز تحویل گرفتید، بعد از 1 ماه و 2 ماه میایید چیکار بکنید؟ پولش رو پرداخت بکنید، چون معامله جایز نیست. خب الان یک صورتی در اینجا هست که هر دو مورد رو داره، یعنی از دو جهت ربا شمرده میشه. یکی این که من به شما یک سکه طلا فروختم، نمیدونم قیمتش چه اندازه است، فرض کن که 1 میلیون. خب 1 میلیون قیمت نقدش هست امروزه. یک سکه طلا فرض کنیم که طلای 24 عیار باشه و این قیمتش 1 میلیون هست. من به شما فروختم 1 ماهه، یعنی چی؟ یعنی ربای نسیه در اینجا صورت گرفته.
رسول الله فرمودن که باید یدن بیاد باشه، الان یدن بیاد نیست. طلا رو الان تحویل گرفتی، قرار پول رو 1 ماه بعد تحویل بدید. اضافه بر این من میگویم که این طلا قیمت نقدش 1 میلیون هست، اما شما که 1 ماه و 2 ماهی میخواهید 1,500,000 من از شما میگیرم. یعنی از دو جهت ربا شد. یکی به خاطر اینکه مدت دار فروختی معامله انجام گرفته هم ربا هست، و یکی به خاطر این که اضافه هم گرفتی از اون مبلغی که فعلا نقد هست. پس بنابراین این دو صورت در اینجا همون صورت‌های ربا در اینجا حاصل شده و عرض کردم چون این معامله از نظر شرعی جایز نیست. الان بحث اینه که من این معامله رو انجام دادم با شما. معامله کاملا انجام گرفته. الان متوجه نبودم، نمیدونستم حکم شرعی چی هست. یک فردی فرض کنیم به خاطر ولو اینکه میدانسته عملا میخواست این ربا رو ولو اینکه ربا هست انجام بده، یک معامله ربایی رو انجام داده. الان توبه کرده. راه توبهش چی هست؟ بله. راه توبه چی هست؟ این راه توبهش رو الله متعال در قرآن اینو بیان میکنه. قبلا این کار رو انجام داده باشه، قبلا این کار رو انجام داده، الان مطالباتی از مردم داره یا مردم از اون مطالباتی رو دارن. به هر صورت این معامله قبلا انجام گرفته، چه قصدن بوده چه از روی نادانی بوده، نمیدونست حکم شرعی رو، این معامله انجام گرفته. الان چیکار بکند؟ این رو الله متعال در سوره بقره آیه 278 به بعد این مسئله، قبل از این هم مسئله ربا هست، صراحتا الله متعال این موارد رو کاملا بیان فرموده. الله متعال میفرماید که در مورد ربا قبلا که نهی میکند از ربا که حکم ربا رو بیان کرده، میفرماید فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. اگر شما این کار را نکردید، این از ربا باز نیامدید، پس این آماده جنگ با الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم باشید. یعنی ربا خواری و ربا دادن و ربا گرفتن این اعلام جنگ با الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در ادامه این آیه الله متعال میفرمایند که و ان توبتم، اگر شما توبه کردید، فلکم رؤوس اموالکم. اگر توبه کردید اصل مال شما، سرمایه شما به شما دوباره بازگردانده می شود. من به شما یک سکه طلا را فروختم 1,500,000 در مقابل 1 ماه، قیمت نقدیش بوده 1 میلیون. الله متعال میفرماید که و ان توبتم فلکم رؤوس اموالکم. اگر توبه کردید، از ربا دست کشیدید و ربایی رو مطالبه داشتید، رأس المال شما به شما برمیگرده. یعنی من الان از شما 1,5 میلیون از شما طلب دارم، اون نیم میلیونش که ربا هست و اضافه گفتم بر قیمت نقدش، اونو باید رها بکنم. اون اصل سرمایه که من بوده، قیمت نقدی زمانی که من به شما فروختم، اونو باید برگردین. الله متعال میفرماید و ان توبتم فلکم رؤوس اموالکم. اصل قیمت به شما دوباره بازگردانده می شود. لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون ولا تظلمون. نه شما ظلم بکنید و نه بر شما ظلم بشود. این چی که معنیش چی است که شما ظلم نکنید؟ یعنی شما ظلم نکنید که مطالبه بکنید که ربا رو، اون باقی مانده رو من پام توی یک کفش بکنم که الا بالله من معامله انجام شده، هر دوتا صحیح و سالم بودیم و با رضایت انجام شده، معامله رو در مقابل 1,500,000 من انجام دادم. من به هیچ عنوان حاضر نیستم که در مقابل 1,500,000 1 میلیون از شما بگیرم. الله متعال میگه لا تظلمون. شما نه بر دیگران ظلم نکنید، یعنی اون اضافه ربا رو نگیرید، ولا تظلمون، بر شما هم ظلمی صورت نگیرد. یعنی اون مشتری که شما این طلا را از شما خریده، هم رأس المال رو به شما بازگرداند و هم این که تأخیر نکند. در روایت اومده مطل الغنی ظلمون، تأخیر انداختن باز پرداخت وام، این در واقع یک نوع ظلم هست. نه از جانب شما ظلمی صورت بگیره که این معامله ربوی رو انجام دادید و نه از جانب مشتری باید رأس المال رو به شما بازگرداند و شما هم مطالبه اون بقیه مازادش رو در واقع نباید بکنید. و الله متعال در ادامه همین آیه، در آیه بعدی باز هم توصیه رو دارن نسبت به مسلمانان که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. ای کسانی که ایمان آوردید از الله متعال بترسید، پروا بکنید و ترس و خوف الله متعال را داشته باشید. و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. باقی مانده ربا رو الان ول بکنید. اگر واقعا ایمان دارید، اگر واقعا صادقانه توبه کردید، باقی مانده ربا رو رها بکنید. یعنی اون چیزی رو که اضافه قرار بوده شما طلب بکنید و بگیرید، اون اضافه را کاملا ترک بکنید و اونو مطالبه نکنید. همون رأس المال خودتان رو بگیرید. این در واقع برای شما کفایت میکند و این راه توبه‌ای هست که در قرآن کریم در این زمینه بیان شده. پس بنابراین معامله طلا به صورت نسیتاً جایز نیست و یک نوع ربا شمرده می شود و در صورتی که فردی از این معامله توبه کرده، باید فقط رأس المال خودش را بگیرد و اون چیزی رو که اضافه قرار بوده طلب بکند به عنوان ربا، از اون کاملا دست بکشد و چنین مطالبه ای رو نباید داشته باشد.
جزاکم الله خیر بابت این توضیح مفصلی که در این زمینه دادین. ان شاءالله که خداوند به ما توفیق عمل نصیب بکنه. بینندگان عزیز، شماره تماس شما نیز الان زیرنویس شده و کسانی که میخوان تماسشون وصل بشه لطفاً از طریق تلفن صدای ما رو بشنون و صدای تلویزیون را کم بکنن. خواهش میکنم از همین الان این کار انجام بدن تا بتونیم با راحتی باشون تماس بگیریم و سوالای شرعیشون رو به خوبی بشنویم. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، لطفاً خودتون رو معرفی کنید و سوال شرعیتون رو بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. در خدمت شما هستیم. بفرمایید. یکی مثلا قسم خورده باشه که این وسیله رو نمیدم به دست، به طلاق مشکوم شده میخواد بده وسیله رو دستش. قسم خورده چیکار؟ کفاره داره. قسم خورده که مثلا این وسیله رو نمیدم به تو. بله. موتور ماشین مثلا. میگه من بهت نمیدم تو سوار بشی. الان چجوریه؟ کفاره داره. بله. انشالله پاسخ دریافت میکنم. خدا سلامت باش. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و سوال شرعیتون رو بفرمایید. بفرمایید. لطفا از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید بیننده عزیز. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا صدای تلویزیون رو کم کنید و از تلفن صدای ما رو بشنوید. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایید. ببخشید دو تا سوال داشتم از حضورتون. در خدمت شما هستیم. یکی این که معامله ماشین مثلا قیمت نقدیش 10 میلیونه، بعد یه بنده خدای مثلا میخواد میگه من اینو من 1 ساله میخوام، مثلا بهش میگیم 12 تا چک 1 میلیونی به من بده. بله. یکی اینه. بعد خدمتتون عرض کنم سوال بعدی من راجع به سود بانکیه. مثلا سود بانکی شرایطش چیه؟ بله. خیلی ممنون از برنامه‌تون. خداحافظ. سلامت باشید. من تشکر میکنم از شما و انشالله پاسخ رو دریافت میکنیم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. عرض ادب دارم حضور محترم استاد بزرگوارم آقای دهقان عزیز. دیم خدمت شما سلام عرض میکنم. چند سوال داشتم حضور محترم استاد بزرگوارم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. میخواستم از استاد بزرگوارم بپرسم. اولا بگم معذرت میخوام، سال نو بر همه شما هم مبارک باشه انشاءالله. سلامت باشید. آقا این که حالا آخوندا میگن سر بریده حسین ابن علی قرآن میخوند حقیقته؟ سوال دومی این که آیا دعای جوشن کبیر بر پیغمبر از طرف الله متعال وحی شده به ایشون؟ بله. بعد امروز یعنی من امروز تو برنامه کلمه دیده بودم، یکی از این آقایون تماس گرفته بودن گفتن در صحیح مسلم جلد 2 صفحه 72 و صحیح بخاری جلد 6 صفحه 176 شهادت حضرت زهرا رو تایید کردند و نعوذ بالله استغفر الله کفر و ابوبکر هم اعلام کردن. این اون بیننده داشت به صفحه کلمه میگفت واسه من این صحت داره. البته اینو که همیشه دروغه، حالا یکی هم پناه بر خدا دیگه. حالا اینو می‌خواستم استاد بزرگوارم توضیح بفرمایند. خب در روی ماه همتونم میوسم، قربون همتونم برم. انشاءالله سال پر برکتی برای شما سرورای عزیزم هم باشه. خدا نگهدار همه شما. سلامت باشین. برم خدا. ما هم تشکر میکنیم از شما بیننده عزیز. سلامت باشین. انشالله پاسخ رو دریافت میکنیم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. من حسین هستم از روسیه. سوال چنین است. آقا حسین از روسیه، بفرمایید. ما خانه داریم و پول اضافی داریم، خانه دیگر میگیریم که به خاطر پول گم نشیدن. بله. قربش گم نشیدن. و از پول خانه دیگری زکات میتیم یا نه؟ بله. سوال بعدی
تلفن اندروید امروز برآمدگی قرآن ها کشف کرده خوانده می شود. آیا به طهارت در تلفن اندروید قرآن خواندن جایز است یا نه؟ بدون وضو، یعنی بدون طهارت؟ بدون وضو، بله. بله. سوال سوم، امروز ها برای نوروز جشن میگیرن مسلمان ها، آیا همین نوروز جشن گرفتن جایز است یا نه؟ بله. در شرع کسایی که جشن میگیرن آیا چه گناهی را مرتکب میشوند؟ در توضیح میدید خیلی ممنون میشم. سلامت باشین، انشالله پاسخ دریافت میکنیم. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنیم از شما. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. لطفا از طریق تلفن صدای ما رو بشنوین. ظاهراً تماسشون قطع شد. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و از سوال شهریتون بفرمایید. سلامت باشین، بفرمایید. وصال حق؟ بله وصال حق و منتظر سوال شرعی شما هستیم. سوال من اینه که درباره این بیمه کشاورزی و بیمه عمر سوال میکنم. بله. درباره بیمه حق، بیمه کشاورزی و بیمه چیز و بیمه عمر. سوالتون واضحه، انشالله پاسخ دریافت میکنین. سوال دیگه هم دارین؟ نه والله همین از میبخشید. تشکر میکنم از شما، انشالله پاسخ دریافت میکنین. سلامت باش. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. الو. خسته نباشید استاد بزرگ. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. یک سوالی از شما از استاد. استاد یه مسئله مطرح کردن درباره طلا و قرض گرفتن از کسی. مثلا من بخوام طلای خانمم یا خواهرم تو خونه هستن، مثلا یک مشکلی برام پیش اومده، بگم اونا بخوام طلاشون رو بهم بدن برای مثلا مدتی. بله. اصلا مدت مشخص نکنیم، مثلا بگیم مثلا الان مشکلی برام پیش اومده، بگم خواهرم که شما تو خونه هستی این طلاهات رو به این که تو خونه میذاری بهم بده، یا خانمم یا خانم برادرم طلا رو ازش بگیری، دیگه هر وقتی دستم باز شد یا مشکلم رفع شد این طلا رو براتون بندازم به اندازه خودش، یا اون موقع که دستم بازتر بود شاید بتونم بیشترم براتون بخرم. این موضوع حلالیش چجوریه، حرامیش چجوریه؟ بله. انشالله پاسخ دریافت میکنیم. انشالله از استاد بپرسی و جو دست شما در نکنه. متشکرم. سلامت باشین. خداحافظ. خدا. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سوال ما چنین بوده درباره داعش معلوماتی بوده پیامد سودان با اون. بله. سوال دیگه هم دارین؟ استاد عزیز در همین باره فقط میکنیم ما بگیریم با اونها پیامد سودان. انشالله پاسخ دریافت میکنیم بعد میان برنامه. تشکر زیاد استاد. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و سوال شرعیتون رو بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب دهقان، یک سوال داشتم، میخواستم بپرسم که کسی که مثلا خود کمتر از 17 سال هست خودکشی بکنه میشه با دعا خداوند؟ و سوال دوم است که کسی که توسط سرطان بمیره شهید میشه یا نه؟ بله. این سوال میخواستم بپرسم. تشکر میکنم از شما و جناب دهقان. تشکر میکنم از شما. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. برنامه پرسش پاسخ است؟ در خدمت شما هستیم، بفرمایید. ببخشید من از استاد محترم یک سوال داشتم راجع به جن بود، جنیات. در مورد جن ما یک سوال پیش شد برای ما، چون که در قرآن شریف است میگه همچنان پروردگار گفته است که
جن انسان ما در دوزخ میندازیم، یعنی پر میکنیم دوزخ. و هدف ما دهی است که در بهشت آیا جنیات با انسان یک جای زندگی میکنه یا ایست که اونا جدا میباشن، جنیات و مسلمان. بله. یعنی میخواستم اینو واضح بفهمم. بله. متوجه شدین سوال من؟ بله سوالتون واضحه، انشالله پاسخ دریافت میکنیم. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر زنده باشین. سلامت باشین. سلام. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. برنامه وصال حق. برنامه وصال حق و پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. فرمایید. با عرض سلام و خستانه باشید خدمت دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق. و علیکم السلام و سلام و رحمت الله. خستانه باشید ویژه خدمت شما مجری محترم و جناب مولانا عبدالقدوس دهقان. سلامت باشین. و علیکم السلام و رحمت الله. راستی چند تا سوال داشتم. یکی این که آیا حضرت یوسف با زلیخا ازدواج کرد یا نه؟ بله. دومی این که آیا در وقت حج حاجی میتونه چندین بار حج عمره انجام بده یا خیر؟ و آیا برای اقوام و پیشانش هم میتونه حج عمره بکنه یا خیر؟ بله. یعنی کسانی که فوت کردن. آره مثلا نه فوت نکردن، مثلا برای برادرش، برای مادرش، اینا که مثلا نرفتن حج، برای اونا میتونه حج عمره اونجا انجام بده یا نه؟ بله. در هم یک سفر حج. بعد یه سوال دیگه داشتم، وقتم زیاد میشه ببخشید. بعد یه بنده خدایی هست که مثلا ازدواج نکرده و فوت میکنه، این جریانش روز قیامت چی میشه؟ مثلا این نه این که مثلا خودش نخواسته ازدواج کنه، خودش موقعی که جوان بوده مثلا کار کرده برای برادرانش، مثلا اونا ازدواج کردن، بعد موقع این نوبت به این که رسیده به این توجهی نکردن، بعد که مریضی یا عیب حالش شده که چشمانش نابینا شدن، بعد هم دیگه پیر شد و خلاصه فوت کرد بدون اینکه ازدواج کنه. گفتیم روز قیامت تکلیف این چی میشه؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم از شما. سلامت باشین. تشکر میکنم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام علیکم، خستانه باشید. و علیکم السلام، سلامت باشین، بفرمایید. من یه سوال داشتم در مورد طلاق، اما متوجه نشدم. بله. من خانواده خودم بخشین صداتون واضح نیست، اگه میشه شماره تر صحبت بکنید تا صدا واضح بیاد. بله، اصلیتون بنده خانواده خودم یعنی از خواهرام و همسرم سال قبل روختم به شرط اینکه هر موقع توی دستم اومد این طلاق سلواتشون بخورم. یعنی عزیز صداتون واضح نیست، یعنی صدا برای ما واضح نیست متاسفانه. الان واضحه صدام؟ الان واضحه، اگر سوال دوباره بفرمایید. بنده پارسال از خانواده خودم یه مقدار طلاق جواز نشان نوشتم، به عنوان قرض ازشون گرفتم از خواهرام و همسرم و الان میخوام این طلاق رو واسهشون بخرم. آیا این گناهه یا نه؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ به عنوان قرض ازشون گرفتم به شرط اینکه بعدا همون طلاق رو واسهشون بخرم، همون وزن رو واسهشون بگیرم. بله، الان سوالتون واضحه بیننده عزیز، انشالله پاسخ دریافت میکنین. ممنون دستون در نکنم. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. یک سوال داشتم. در خدمت شما هستیم. نماز میکنم، وقتی که نماز میکنم همین ایشون چون هر طرف میرود، یا که سخنم کنم چون هر طرف میرود همین بخشین صداتون خیلی پایینه، اگه میشه بلندتر صحبت کنید. وقتی که نماز میکنم
بله. وقتی که نماز میخونم فکرم پریشان است، فکرم هر طرف میرود، بخونم خونم همینطور میشود، همینطور نکنم میگم نمیشود، دو همین هر طرف میرود میرد سرسیتی هم نکنیم نه. بله. انشالله پاسخ رو دریافت میکنید. سوال دیگه هم دارین؟ رحمت دوست جون همه بسیاری حق هست. سلام دارم. بله. سلامت باشین. تشکر میکنم شما. خداحافظ شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. عادی از شیخ داشتیم. در خدمت شما هستیم. در مورد طلا بود سوالمون، میشه بپرسیم؟ بله. سوال در مورد طلا بود، معامله طلا. بفرمایید. بپرسیم؟ بله بفرمایید. سوالتون رو مطرح کنید. معامله طلایی هستش توی ایران رواج داره، معامله شنبه‌ای هستش. معامله طلا یعنی روز شنبه میخریم، طلا روز شنبه هستش. بله. گفتیم ببینیم از لحاظ شرعی معامله کردن مشکل داره یا نه. یعنی فقط به خاطر اینکه معامله در روز شنبه انجام میگیره یا نه پولش رو که میدید؟ پول طلاه پول جابجا نمیشه، فقط به اصطلاح روز شنبه تاوان گرفته میشه، یا به اصطلاح یا ضرر جابجا میشه یا سود. والا باید توضیح بدین در این زمینه. یعنی به چه صورته شما مثلا طلا میگیرین پول نمیدین، بعد هفته آینده هر چقدر فایده شد با هم تقسیم میکنید یا هر چه ضرر شد، به چه صورته؟ اگه توضیح بدین بهتره. الان ما موجودی طلایی داریم، به فرض 2 کیلو طلا داریم. بله. تا روز شنبه طلا فروخته میشه، ولی موجودی طلا به اصطلاح طلا هستش، ولی روز شنبه طلا رو میفروشیم تا روز شنبه آینده. بله. تا روز شنبه آینده طلا فروخته میشه، روز شنبه یا ضرر میگیریم یا سود میگیریم. بله. گفتیم ببینیم این معامله کردن از لحاظ شرعی مشکل داره یا نه. بله. یعنی شما معامله طلا رو انجام میدید امروز، قیمتش مشخص نیست، به چه صورت هست که سود یا زیانش؟ طلا مشخص هست. الان بله. ما امروز طلا رو در گرمی 93,000 تومان میفروشیم. بله. ولی طلایی رد و بدل نمیشه. بله. موعد معامله کردن 1 هفته است. بله. خب پس اون سود و زیانش از کجا مشخص میشه وقتی که اون طرفی که از شما طلا رو میخره؟ روز شنبه اگه طلا گرمی 94,000 تومان باشه سود میگیریم، اگه 92,000 تومان باشه ضرر میگیریم. یعنی اون مشتری شما طلا رو دریافت نکرده، فقط یک عقد سوری شما نوشتید که طلای دریافت نکرده. نه. بسیار خوب. ولی خودمان موجودی طلا رو داریم. بله. الان سوالتون واضحه. موجودی نداریم. بله. بسیار خوب توضیح میدونش. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنین. سوالتون واضح شد. تشکر میکنم. ممنونم، لطفا. سلامت باش. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. نو محمد صفر. احمد بفرمایید. ما همین سوال عقلی است، سوال داشتیم. در خدمت شما هستیم، لطفا از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. تلفن گوش کردم. الو. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید. منتظر سوالتون هستیم. همین سوالا بسیار شدن، مثلا 4 سوال می‌ریزن، صبحش می‌ریزن، خوب نمی‌شه مثلا. ما والا منظورتون نمی‌فهمیم. صداتون خیلی پایینه. اگه سوال شرعی دارین بفرمایید. سوالا من که سوالا بسیار شدن، امیر ما جوابش سوالا خوب دادن، جوابش هم ندادن. خیر انشالله. تشکر میکنم از شما. اگر سوالی دارین سوال بفرمایید و بعد از میان برنامه انشالله پاسخ رو دریافت میکنید. یعنی صبر بکنید، سوالا گرفته میان برنامه که اومد دیگه جواب سوالا رو میدیم به ترتیب، یعنی از سوالایی که از اول گرفتیم تا به سوال شما برسیم.
سوال دارید تا بفرمایید و بعد از میان برنامه انشالله پاسخ دریافت میشه. استاد بکنید سوالا گرفتیم میان برنامه که اومد. والا وقت برنامه گرفته میشه، لطف کنید بیننده بعدی رو بگیرین که وقت خیلی کمه. جناب مولانا هم 22 تا سوال گرفتیم، کافی یا ادامه بدیم؟ بسیار خوب، جواب بدیم بعدا. جواب بدیم الان. پس از کسانی که پشت خط هستن معذرت میخوام و با هم در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. قبل از حرفم شهادتین رو بگم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. میخوام کلمه شهادتین بگم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. الله اکبر. سلام خسته نباشید خدمت شما حقوقیان عزیز. سلامت باشید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. وعليك اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. مرا با خودت تا ثریا ببر، به یک اوج احساس زیبا ببر. شب است و سیاهی درون دلم، به سوی سحر این دلم را ببر. به سوی سحر این دلم را ببر. مرا با خودت تا ثریا ببر، به یک اوج احساس زیبا ببر. شب است و سیاهی درون دلم، به سوی سحر این دلم را ببر. به سوی سحر این دلم را ببر. فقط یک قدم تا سحر مانده است، مرا تا دم صبح بیضا ببر. چراغان نمی بینم شام را، مرا سوی خورشید فردا ببر. مرا سوی خورشید فردا ببر. مرا با خودت تا ثریا ببر، به یک اوج احساس زیبا ببر. شب است و سیاهی درون دلم، به سوی سحر این دلم را ببر. به سوی سحر این دلم را ببر. دلم را به همراه باد سحر، به آن گنبد سبز مینا ببر. تمنای دیدار ما را بگو، نسیم سحر این تمنا ببر. نسیم سحر این تمنا ببر. مرا با خودت تا ثریا ببر، به یک اوج احساس زیبا ببر. شب است و سیاهی درون دلم، به سوی سحر این دلم را ببر. به سوی سحر این دلم را ببر. مرا با خودت تا ثریا ببر، به یک اوج احساس زیبا ببر. شب است و سیاهی درون دلم، به سوی سحر این دلم را ببر. به سوی سحر این دلم را ببر. به سوی سحر این دلم را ببر. و از اینکه این شبکه‌های شما یک نور عظیمی در داخل
این ظلمت آخوندی روشن کردن بسیار قلبم منور شده، ولی نمیدونم من چطوری به مردم بفهمونم، نمیدونم چطوری به مردم آگاهی بدم، نمیدونم چطوری تو جامعه بازگو کنم. بله. فقط میخوام به برادرای اهل تشیعم که دیگه من اهل تشیع نیستم انشالله، بله. اهل تشیع هم باشم شیعه پیامبرم هستم، میخوام به همشون بگم که دیگه دست از این تعصب بردارن. اونا همتون میدونین، این خطاب به شیعه ها میگم، همتون میدونین که اینا دارن دروغ میگن. من الحمدلله چند ماهیه که الحمدلله به لطف خداوند و برنامه خوبتون موحد شدم و واقعا الان دارم لذت ایمان واقعی رو درک میکنم. واقعا الان دارم لذت دوری از شرک و خرافات و قبر پرستی و چیز رو درک میکنم. واقعا الان دارم لذت موحد بودن رو درک میکنم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. من نبودم از قبل، بله. بس الحمدلله شکر خدا هدایتم داد. و دست از تشیع صفوی که جز دروغ، جز شبهه و جز فتنه انگیزی در بین مسلمانان چیزی نداره، ما از اونا دست خداوند به فضل و کرمش نور هدایتی در دلهامون تابید و ما موحد شدیم. الحمدلله. هم خاندان رسول مکرم رو حفظ کردیم و هم صحابه گرانقدر رو به دست آوردیم. عزیزم ما تمام خانواده‌مون سنی شدیم، به لطف اول خدا و دوم لطف شما که حقیقت رو در آوردید. سلامت باشید. ازتون خواهش میکنم، مرگ اونقدر نزدیکه که انسان نمیتونه در چه لحظه‌ای در چه آنی میمیره. ازتون خواهش میکنم که به راه راست بیایید. این راه راسته، والله و بالله و تالله این راه راسته که این دروغی توش نیست. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان وهما لأحمد نظراه وسمعاه وبقربه في القبر مضطجعان وهما لأحمد نظراه وسمعاه وبقربه في القبر مضطجعان. كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان وهما لدين محمد جبلان. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران.
عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایک شما عزیزان. جناب مولانا اولین بیننده سوالشون این بود، گفتن که قسم خوردن که وسیله نقلیه را دست خانمشون ندن اما الان پشیمان هستن، آیا کفاره داره که کفاره قسم بدن و از قسمشون برگردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد قسم یک مطلبی رو ما باید در نظر داشته باشیم که یک قسم لغو داریم، قسمی که لغو هست، یعنی هیچ گونه حکم شرعی مترتب بر آن نمیشه و هیچ گونه گناهی رو هم ندارد. این قسمی هست که انسان ناخواسته قسم میخورد، یعنی هدفش قسم خوردن نیست، فقط تکیه زبان و کلامش شده، میگه والله بالله، مثلا یک کاری از فلانجا اومدم والله رفتم فلان کار رو کردم، همین والله تکیه زبانش هست و عادتش هست. این بنابر روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها این هیچ گونه حکم شرعی رو ندارد و هیچ گونه گناهی بر این مترتب نمیشه، نه انسان گناهکار میشود و نه کفاری هم این دارد. این اسمش هست یمین یا قسم لغو، قسم بیهوده، قسمی در واقع شمرده نمیشه و شما سوگندی را نخوردید. الله متعال هم در سوره مائده اشاره داره به این نقطه، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اون مطالبی را که شما هدفتون قسم خوردن نبوده، یمین لغو، قسم لغوی هست، الله متعال شما رو مؤاخذه نمی کند. اما اون قسم هایی که با عزم و اراده قسم خوردید، تصمیم قلبی خودتون هست، عزم و اراده خودتون هست و تصمیم هم دارید که فلان کار رو انجام بدهید یا انجام ندهید، بدین خاطر قسم میخورید، این مواردی هست که الله متعال شما را مؤاخذه خواهد کرد. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم ایمان. این قسم های محکم و قطعی شما رو الله متعال در مقابلش از شما بازخواست میکند و حکم شرعی دارد و کفاره هم داره و کفارش رو هم الله متعال در ادامه همین آیه بیان کرده. نه تنها این موردی که این بیننده عزیزمون فرمودن، یا هر موارد دیگر که انسان قسم خورده که من فلان کار رو انجام نمیدهم، قسم خورده که من فلان کار رو انجام نمیدهم، یا برعکسش قسم خورده که من فلان کار رو انجام میدهم الان نمیتواند انجام بدهد، یا این که اساساً منصرف شده از این قسم خوردن خودش، پشیمان شده که چرا قسم خورده، آیا راهی وجود دارد که این از قسم خودش خارج بشود و این قسمش را بشکند؟ بله، این از نظر شرعی همون کفاره بدهد و سلام قسمش دیگه خلاص می شود. و کفاره قسم و طبق اون که در آیه الله متعال اشاره کرده 3 چیز هستند و در 2 مرحله، مجموعاً 4 مورد هستند کفاره قسم و در 2 مرحله تقسیم میشن. مرحله اول یعنی این گونه نیست، اختیاری نیست که اول ما از این مرحله اول شروع بکنیم یا از مرحله دوم، به ترتیب این مرحله ها، یعنی اول مرحله اول رو باید نگاه بکنن، اگر تونستند که یکی از این موارد رو انجام بدند که فبها و نعمه، کفاره قسمش ادا شده. اگر نتوانستند بعد از این میری مرحله دوم، یعنی این که در کفاره قسم هم تخییر هست و هم ترتیب، هم به اختیار ما هست که کدوم مورد رو به عنوان کفاره انتخاب بکنیم و همین که ترتیب دارد. الله متعال میفرماد فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. کفاره قسم اون چیزی که در قرآن در سوره مائده الله متعال بیان کرده، فکفارته اطعام 10 مساکین، اول 10 مسکین رو غذا بدهید، او بعد از این میگه او یعنی این که یا این یا او کسوتهم، کسوه بدهید، یا 10 نفر را غذا بدهید یا 10 نفر را در واقع لباس بدهید، او تحریر رقبه یا این که برده ای را آزاد بکنید. شما اختیار دارید که از این 3 مورد هر کدام مورد را که میتوانید انتخاب بکنید. اگر توانایی غذا دادن دارید 10 مسکین رو غذا بدید، اگر توانایی لباس دادن دارید به 10 مسکین در واقع لباس بدید، مثل اینکه به 10 نفر دستمال بده، مثلا 10 تا دستمال به 10 نفر تقسیم بکنه و بده. این مورد دوم. اگر می توانید برده رو آزاد بکنید هم اختیار دارید که امروز برده وجود نداره. پس بنابراین میمونه 2 مورد قبلی، یا این که 10 مسکین رو غذا بدهید و مقدار غذا دادن 1 مد هست، یعنی نصف سا معادل با 1.5 کیلوی گندم، قیمت 1.5 کیلو گندم یا معادل خود 1.5 کیلوی گندم به 10 نفر،
یا غذا بدن یا اینکه لباس بدن به 10 نفر. این مرحله اولش هست. این اختیار نداره انسان که اختیار داشته باشه که یا غذا بده یا روزه بگیره. در میان غذا دادن و در میان لباس دادن و تحریر رقبه و روزه هیچ گونه اختیاری وجود نداره. اختیار فقط در این 3 مورد هست: یا 10 نفر رو غذا بدید، یا 10 مسکین رو لباس بدید، یا 10 مسکین رو یک برده رو آزاد بکنید. اگر نتوانستید، یعنی به هیچ عنوان توانایی مالی نداشتید، نه برای غذا دادن و نه برای لباس دادن و نه برای آزاد کردن یک برده، در این صورت کفارهش این است که 30 روز رو روزه بگیرید. در غیر این صورت کفارهش این است که شما 30 روز روزه بگیرید، به خاطر این که الله متعال میفرماید فمن لم یجد فصیام 3 ایام. اگر نتوانستید اون وقت 30 روز را روزه بگیرید. بعضی از مردم فکر میکنند که کفاره قسم 30 روز روزه است. این اشتباهه. در مرحله اول کفاره قسم روزه نیست. یا غذا بدهد به 10 مسکین، یا لباس بدهد، یا اینکه غلامی را آزاد بکند. برای کسانی که توانایی مالی ندارند فمن لم یجد فصیام 3 ایام. کسانی که نمیتوانند 30 روز را روزه بگیرند، ذالک کفاره ایمانکم اذا حلفتم. این کفاره قسم های شما از زمانی که قسم خوردید. بعد از اینکه این کفاره را داد، در واقع اون قسم شکسته شده، میتونه اون کاری رو که قسم خورده بوده که انجام ندهد الان میتواند انجام بده. قبلا گفته من ماشین رو دست کسی نمیدن، این کفاره رو بپردازه و بعد از این میتونه که ماشین رو به هر کسی دلشون خواست بدهد. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده در مورد معامله ماشین بود. گفتن که معامله ماشینی که به صورت نقدی قیمتش 10 میلیونه ولی 1 ساله میفروشیم 12 چک 1 میلیون میگیریم، حکمش چیه؟ وقتی که سررسید هم مشخص هست، قیمت 1 سالش هم مشخص هست، در اقساطش هم مشخصه و چک هم گرفتی از اون طرف که اضافه بر این مبلغ نمیتونی از اون بگیری، این معامله اشکال شرعی نداره. جایز هست که یک ماشین رو قیمتش 10 میلیونه با 12 میلیون 1 ساله با اقساط متفاوت بفروشن، جایز هست. اشکال شرعی نداره. بله، شرایطش من قبلا هم کاملا توضیح دادم. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی باز سوالشون این بود که سود بانکی چه شرایطی باید داشته باشه که حلال باشه؟ سود بانکی در هیچ صورت حلال نیست. سود بانکی در هیچ صورتی حلال نیست. یعنی این که شما مبلغی رو در بانک پسنداز میکنید و ماهانه سودش رو میگیرید. هر درصدی هم که باشد این درصد سود حساب میشه، ولو اینکه 1% یا نیم درصد یا 0.01% هم که باشد این سود هست، یعنی فایده پول شما هست که در نزد بانک گذاشتی. این در هیچ صورتی و در هیچ حالتی جایز نیست. منتها اگر در میان مشتری و در میان بانک معامله صورت بگیرد، معامله مضاربه صورت بگیرد، در این صورت جایز هست. و صورت مضاربه این هست که یک فردی پولی را به بانک تحویل میدهد در قالب یک قرارداد و عقد مضاربه که بانک از طرف من مشتری اجازه دارد که پول ما را فرض کنیم در ساختمان سازی برود مصرف بکند. این نوع کار هم مشخص باشه یا این که حتی به صورت آزاد هم مثلا یک صنف کلی رو در نظر بگیرن، به هر صورت مشخص شده باشد که این پول را بانک نیابتا از طرف من در فلان مورد مصرف میکند. و این حکمش هست مضاربه. مضاربه این که پول از یک نفر و کار از یک نفر دیگر. مشتری پول میدهد به بانک، بانک در مقابل میرود یک کاری رو انجام میدهد، یک شرکتی یا هر کاری رو که جز کارهای مجاز باشه اون کار رو انجام میدهد و بعد از این از اون سودی که بانک به دست میآورد این سود بر اساس قرارداد تقسیم بشود. بله. مشخص شده باشه که این پول رو ما 10 میلیون 100 میلیون از مشتری میگیریم و میریم فلان کار رو انجام میدیم، فلان پروژه و طرح هست، هر چی درآمد شد این فرض کنم که 20% 30% یا 50% بین بانک و بین مشتری تقسیم باشه. منتها مشروط بر این که بانک و مشتری هر دوتا در سود و زیان شریک باشند. این شرط اساسی هست در باب این معامله مضاربه، هر دو نفر شریک باشند. در صورتی که سود شما تضمین باشه و این که بانک به شما بگه من در هر صورت این درصد پول را و به عنوان سود به شما تحویل میدهم، این در واقع مضاربه شرعی نیست. مضاربه شرعی اون است که نوع کار مشخص باشه و درصد در فایده‌ای که بانک کسب میکنه هم مشخص باشه و ضرر هم مشخص باشه. بر اساس همون مبلغ فایده ضرر هم در میان اونها در واقع تقسیم بشه. اما این که سود تضمین شده باشه، چون در چنین صورت ها تمام فوایدی که از بانک گرفته می شود همون ربا هست، ولو اینکه اسمش را بگذارند معامله مضاربه. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالش این بود که گفتن
آخوندها و ملای شیعه میگن که سر بریده امام حسین رضی الله عنه قرآن میخون. این افسانه واقعیت نه، چون این چیزی واقعیت نداره، نه در روایات اهل سنت اومده و نه در روایات صحیح شیعه اومده. اینها جز افسانه هایی هست و جز خرافاتی هست که معمولا در مراسم عزاداری و سوگواری و خصوصا در عاشورا و اربعین به خاطر گرم کردن بازار و جلب کردن مردم و متاثر کردن مردم این پیرایه ها رو در واقع اضافه کردم. هیچ گونه سند دینی و شرعی ندارد، گرچه ما معتقد هستیم که حضرت حسین رضی الله تعالی عنه و برادر سیدا شباب اهل الجنت هستند و سرور جوانان بهشت هستند. واقعا ایشون به ناحق به شهادت رسیدند و الله متعال قصاصش رو از قاتلانش در دنیا گرفت و در آخرت هم به سزای اعمالشون خواهند رسید. منتها این موارد که سر بریدش قرآن خونده باشه با سند صحیح نه نزد شیعه ثابت هست و نه نزد اهل سنت. بله، جزاکم الله خیر. و سوال بعدش این بود، گفتن که آیا دعای جوشن کبیر بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است؟ چون این چیزی ثابت نیست که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای جوشن کبیر ثابت شده باشه، گرچه این دعا شاید از نظر الفاظ دعایی که اینو ساختند و پرداختند چندان اشکالی و تضادی نباشه، یعنی یک دعای شرک آلود و شرک آمیز شاید نباشه، موردی در این زمینه اشکالی نداشته باشه. اما این که ما معتقد باشیم که این از جانب الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده، چون این چیزی وجود هم نداره و تا جایی که من میدونم این سند درستی هم نداره. کفمی در مصباح خودش این آورده و همچنین بهار الانوار صاحب مجلسی در کتاب خودش بهار الانوار این رو بدون سند ذکر کردن. سندی برای این دعا وجود نداره، یک دعای بی سند هست. اضافه بر این موردی رو که گفتن در مورد این دعای جوشن کبیر، میگویند که در یک جنگی این بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد، همون بدون سند هم که میگن، و رسول الله صلی الله علیه و سلم قبلا زره میپوشیده، خودش رو حفاظت میکرده. بعد از این جبریل بهش گفته این دعا رو بخون، دیگه نیازی به زره در واقع نداری. و چون این چیزی در سیره و تاریخ زندگی رسول الله و حضرت علی رضی الله تعالی عنه وجود نداره، نه حضرت علی و نه بقیه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر واقعا دعای جوشن کبیر آنگونه که گفته می شود و مردم اعتقاد دارند مانع از کشته شدن بود، مانع از رسیدن تیر و زخمی شدن انسان می بود، این همه صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم، این اصحاب حضرت علی رضی الله تعالی عنه در جنگ ها کشته نمیشن. پس بنابراین این واقعیت نداره و از جانب الله متعال نازل نشده. جزاکم الله خیر. آقا حسین از روسیه گفتن که خودمون صاحب خونه هستیم ولی برای اینکه پولمان حفظ شود خونه دیگری میخریم، آیا این خونه زکات داره؟ در صورتی که انسان خونه رو بگیرد و این خونه دوم، ولی اینکه خونه دومش باشد سومش باشد، به قصد این خونه رو خریده که به طور مثال یا اینکه خودش استفاده بکند یا فرزندانش استفاده بکنند یا حداقل اینکه مالش در واقع تلف نشود، از دستش خارج نشود، یا به خاطر اجاره دادن اینو ساخته، در این صورت ها این زمین و این خونه‌ای که شما خریدید زکات ندارد. خونه یا زمینی که شما خریدید برای استفاده شخصیتان یا برای حفاظت مالتان یا برای اینکه در آینده فرزندانتون از اون استفاده بکنن یا اینکه این خونه رو ساختید به عنوان اینکه به اجاره بدهید، در این صورت ها چون این خانه زکات ندارد. و اگر در صورتی که شما حرفه‌تون و شغلتون خرید و فروش املاک هست، یعنی این زمین رو خریدید یا این خانه رو خریدید به خاطر اینکه این رو دوباره بفروشید، با یک قیمتی می‌خرید با یک قیمت دیگر می‌فروشید، در این صورت، فقط در این صورت، این جزء اموال تجارت حساب میشه، جزء اموال تجارت هست و زکات دارد. اما اگر برای استفاده شخصی باشه، برای فرزندانتون باشه، برای حفاظت پولتون باشه که پولتون گم نشود، یا برای این باشه که اون رو به اجاره بدهید، در این صورت ها زکاتی ندارد و اون درآمدش و کرایی رو که شما میگیرید اگر به اندازه زکات برسد یا اینکه یک سال بر اون بگذرد، در اون صورت زکات دارد، اما خود خونه زکات ندارد. تشکر میکنم از شما. بیانده بعدی گفتن که دست زدن به موبایل که در آن قرآن نصب شده است بدون طهارت چه حکمی دارد؟ بله، این موبایل یا هر مورد دیگری از این قبیل باشه که قرآن در آن ضبط شده باشه، این حکم قرآن را ندارد.
حکم قرآن را ندارد. حتی از دیدگاه عموم فقهای اهل سنت و الجماعت که دست زدن بدون وضو بر قرآن جایز نیست، این مورد را جزء موارد حرام نمیدونند. موبایلی که در اون فایل قرآنی وجود داره، دست زدن به اون هیچ گونه اشکال نداره و حتی همراه بردنش به دستشویی در واقع ممنوعیت شرعی ندارد و خواندن قرآن از موبایل ولو اینکه انسان بی‌وضو باشد جایز، اشکالی نداره. ولو اینکه دستش رو هم روی صفحه موبایل در واقع بکشد و لمس بکنه، این در واقع دست زدن به آیات قرآن محسوب نمی شود و این امر جایزه. بله، تشکر میکنیم از شما. سوال بعدی این است که جشن نوروز از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ به عنوان عید ما فقط 2 تا عید داریم. مسلمانان 2 تا عید رو دارند، عید قربان هست و عید فطر هست. بزرگترین ایدهایی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی 2 عید منحصری هست که در اسلام وجود داره و رسول الله صلی الله علیه وسلم اینا رو جشن میگرفتن و جشن مسلمانان یک جشن عبادی هست و بعد از فارغ شدن از یک نوع عبادت هست. بدین خاطر در این روزها، در روز عید قربان و عید فطر، روزه گرفتن رو الله متعال برای ما ناجایز قرار داده. این 2 عید رو و این 2 جشن رو ما در شریعت اسلامی داریم. اضافه بر این هر جشن دیگری که باشد وجهه شرعی ندارند. اگر کسی هم این ایده ها را به عنوان این که یک نوع وجهه شرعی دارند یا این که به عنوان احیای یک دین و آیین دیگری باشه، دین زرتشتی و مجوسی باشه یا هر دین دیگری باشه، چون این جشن گرفتنی از دیدگاه اسلام حرام و ناجایز هست و عید مسلمانان فقط عید فطر و عید قربان هست. بله، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که بیمه کشاورزی و بیمه عمر چه حکمی دارند؟ به صورت کلی تمام بیمه ها حرامند. تمام بیمه ها به صورت کلی حرام هستند و ناجایز هستند، به استثنای بیمه هایی که در حالت اضطرار هست یا اینکه یک نوع اجباری از جانب حکومت باشد. به استثنای بیمه هایی که بنابر اجبار باشه یا بنابر نیاز باشه، مانند بیمه پزشکی و طبی که وجود دارد که اکثر علما خصوصا در ایران مجمع فقهی این فتوا را دادند که این بیمه استفاده از اون جایز هست با توجه به تورمی که وجود داره، با توجه به در واقع یک نوع تسهیلاتی که دولت در این زمینه میدهد. بیمه اجتماعی رو یا بیمه طبی و پزشکی رو جایز قرار دادن و بیمه فرد ثالث رو همچنین جایز قرار دادن، به خاطر اینکه یک نوع اجبار هست از جانب حکومت و انسان مجبور هست و اگر این بیمه رو انجام ندهد در واقع مورد شاید جریمه بشود و وسیله نقلیه‌اش رو تعقیب بکنن، چون که بیمه اولی بنابر نیاز هست و دومی بنابر در واقع یک نوع اجباری هست. این 2 مورد رو استثناء قرار دادن. اما بیمه عمر یا بیمه کشاورزی، محصولات کشاورزی و بیمه های خانه و بقیه بیمه ها بر همون اصل باقی هست و حرام هستند و یک نوع به اصطلاح فقها این بیع غرر هست، معامله‌ای هست که در این سود و زیان به هیچ صورت مشخص نیست، پس بنابراین جزء معاملات و جزء عقود محرمه هست به استثنای مواردی که عرض کردم. بله، جزاکم الله خیر. 2 تا از بینندگان عزیزمون سوالشون در مورد طلای قرض گرفتن از طلاهای خواهر یا خانمشون بود که سوال به این صورت بود، گفتن که خب طلای خواهر یا خانمان را بگیریم و ازش استفاده بکنیم از پولش و وقتی که دستمون باز شد اون طلا رو برگردونیم یا همون اندازه همون طلا یا بیشتر به اون بدهیم. این کار چه حکمی داره؟ مطالبی که من عرض کردم در مورد معامله طلا با طلا بود یا معامله طلا با غیر طلا که با پول نقد باشه یا با نقره یا موارد دیگر باشه. اما در مورد قرض دادن طلا هیچ گونه اشکالی وجود نداره. شما به یک کسی قرض میدید، طلا مشخص هست که 100 گرم طلا رو قرض گرفتید از خواهرتون، از مادرتون یا از هر کسی دیگر، این رو قرض گرفتید مشروط بر این که عین همین رو اگر بتوانید یا این که مثل این رو عینش را یا این که مثلش را در واقع بدهید. این در واقع یک نوع قرضی هست که شما گرفتید. معامله طلا با طلایی در واقع نیست، نه قیمت مشخص کردید، نه مدتی رو مشخص کردید و نه بحث معامله هست، به عنوان قرض گرفتن هست، مثل اینکه پولی رو به شما قرض میده طرف، این پول رو شما میگیرید استفاده میکنید و هر وقتی که صاحب پول یا صاحب طلا از شما بخواهد اون دوباره بهش باز میگردن. بحث قرض دادن یک بحث جداگانه هست و بحث معامله یک بحث جداگانه است. معامله جایز نیست اما قرض دادن جایز هست، منتها باید به همون قیمت باشه.
همون قیمت باشه و پول در واقع ندهد، همون عین طلا رو یا این که مثل اون طلا رو بره از بازار همون عیار طلایی رو که تحویل گرفته به عنوان قرض گرفته همون دوباره اون رو تحویل میدهد به اون طرف و بدون این که چیزی رو اضافه بکنند. و قانونی داریم در فقهای و یک اصلی رو دارند کل قرض جر نفعا فهو ربا، هر قرضی که یک منفعتی رو در پی داشته باشه برای قرض دهنده این جزء موارد ربا هست. یعنی چیزی رو شما دادید بیشتر از اون چیزی رو که دادید تحویل میگیرید، این ربا شمرده میشه. پس بنابراین قرض دادن ربا اشکال ندارد، اما معامله ربا به صورت حسی و به صورت کم و زیاد این از نظر شرعی جایز نیست و اشکال داره. اگرچه هم که خود صاحب قرض یعنی شرط نگذاشته باشه ولی خود صاحب کسی قرض گرفته یعنی از طرف خودش داده باشه به عنوان این ندهد، مثل که مثلا خانمش گرفته بخواد دوباره از خانمش بگیره، خب یه چیز زیادتر بله در صورتی که مشروط نباشه و در صورتی که خود اون کسی که قرض میدهد این هم در واقع چشم به راه نباشه، یعنی میفهمه که فلانی اگر یک چیز از من قرض ببره یک چیزی اضافه میدهد، در اینجا امیدوار هست این قرض رو میدهد به خاطر اینکه یک چیزی اضافه بر اون بگیره، در این صورت ها جایز نیست. اما اگر بدون این ناخواسته خودش هم نمیخواسته و در ذهنش هم نبوده بعد از این که قرض رو آورد تحویل داد یک هدیه هم بهش داد که دست درد نکنه که این خدمت رو به من کردین، در این صورت اشکال نداره. اما در صورتی که مشروط باشد یا امید این چنین در واقع هدیه رو داشته باشه یا زیادتی رو، در این صورت همون ربا محسوب میشه. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی سوالشون در مورد داعش بود، گفتن داعش چه کسانی هستن؟ مشخص شده با این تصرفاتی که انجام گرفته و ما بارها در همون ابتدای این پیدایش داعش این مطالب رو مطرح کردیم که تمام اعمال داعش از دیدگاه ما تایید نیست و این تندروی ها رو و این تکفیرها از دیدگاه هیچ کدام از اهل سنت و الجماعت در واقع موردی رو ندارند و دین ما و شریعت ما شریعتی هست که ما کسی رو تکفیر نمی کنیم. این عقیده تمام اهل سنت و الجماعت هست. حتی افرادی که به عنوان وهابی و سلفی هم مطرح میشوند، عقیده ما این است که هیچ انسانی رو ما بدون دلیل نمیتونیم تکفیر بکنیم، خصوصا شخص معینی باشه و حکم تکفیر یک حکم بسیار سهمگینی هست و سختی هست و یک سری شرایطی رو دارد و یک سری در واقع موانع رو دارد، شرایط مهیا باشند و موانع کاملا مرتفع باشند و این حکم را صادر کردن این هم حکم یک دادگاه هست، نه اینکه افراد برای یک فرد دیگر حکمی رو صادر بکنن و کسی رو کافر بدونن. این تکفیر کردن و این تندروی ها از دیدگاه اهل سنت و الجماعت موردی نداره و محکوم است. بله، جزاکم الله خیر. کسی که کمتر از 17 سال سن داشته باشه اگر خودکشی بکنه چه جایگاهی داره؟ از نظر شرعی من عرض کردم بارها که خودکشی یک گناه هست و نه اینکه انسان خودش را بکشد یا اینکه دیگران را بکشد، هر صورت این هر دوتا گناه هستند و در این زمینه وعیده های سختی وارد شده، اما از اینکه انسان خودش را بکشد یا اینکه فرد دیگری را بکشد، در هر دو زمینه وعیده های سختی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه وارد شده. منتها معنیش این نیست که هر کسی که خودکشی کرد یا دیگری را کشت قطعا 100% جهنمی و برای همیشه در جهنم میماند. یک وعیدی وارد شده در این زمینه و خود این گناه قتل یا این گناه خودکشی جز گناهانی هست که در دایره در واقع خواست و مشیت الله متعال قرار دارد، به این معنی که الله متعال اختیار دارد که اون را ببخشد یا اینکه مجازات بکند، وعیدش را عملی بکند یا اینکه از اون بگذرد. و اگر در مورد این شخص چون این شخصی دعای مغفرت کرده بشود، نماز جنازه خونده می شود و در واقع صدقه و خیراتی داده بشود، برایش دعا کرده بشود، امیدواریم که الله متعال تمامی گناهکارانی رو که از دنیا رفتن، تمامی گناهکاران رو الله متعال معاف بکند. با توجه به این که موارد دیگری هم هستند، من در یک از جلسات کاملا اینو مشروع توضیح دادم که اینها باعث کفاره شدن گناهان میشوند، من جمله طاعات و عبادات، نماز و روزه و زکات و حج و رفتن به مسجد و وضو و موارد دیگری هستند. حسنات زیادی که انسان در دنیا انجام داده، چه بسا که گناه خودکشی کمتر از اون حسناتی باشه که این فرد انجام داده. پس بنابراین کسی که خودکشی کرده معنیش این نیست که فلانی حتما جهنمی هست، باید به رحمت الله متعال امیدوار بود و برای چنین افراد و تمامی گناهکاران باید دعای مغفرت و دعای خیر بکنه. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن که کسی که به خاطر بیماری سرطان وفات کرده آیا شهید محسوب می شود؟
در مورد برخی از مرگ هایی که در واقع اتفاق می افتد بر اثر هر نوع بیماری که باشه، خود بیماری از نظر شرعی یک نوع فضیلتی هست و یکی از مواردی هست که گناهان انسان مسلمان رو کاملا پاک و صاف می کند. در روایتی وجود داره که در روز قیامت الله متعال یک فردی رو که در دنیا اصلا روز خوشی رو ندیده، در روز قیامت وقتی که به ناز و نعمت قیامت می رسد، الله متعال ازش سوال می کند آیا در دنیا روز بدی رو دیدی، روزی ناخوش بودی؟ میگه نه، من در دنیا هیچ چیزی رو من ندیدم، از بس که ثوابش خیلی زیاد هست و نعمتی و پاداشی که الله متعال در مقابل این مصیبت بیماری که در دنیا به اون رسیده در قیامت عایدش میشه، تمام دنیا رو فراموش میکنه. و حتی در مواردی هست که حتی این آرزو میکند که کاش که من در دنیا یک روز خوش رو هم نمیدیدم. و در روایت اومده که حتی مصیبت خیلی کوچیکی، حتی خاری که به پای انسان فرو میرود، این در واقع کفاره گناهان انسان می شود، چه برسد به مصیبت بزرگتری یا اینکه بیماری لاعلاج و سختی باشه. اما در مورد شهدا، کسانی که شهید می شوند، یک نقطه هست در اینجا، ما به این نقطه باید توجه بکنیم. شهدا بر سه قسم هستند. شهدا بر سه قسم هستند. یک نوع شهیدی ما داریم که شهید هست در دنیا و آخرت شهیده، یعنی هم در دنیا حکم شهید را دارد و هم در آخرت حکم شهید را دارد، مانند کسی که به خاطر اعلای کلمت الله و با ایمان برود با دشمن بجنگد و در معرکه شهید بشود به خاطر خدا جنگیده و به خاطر خدا شهید شده، قطعا تا همون آخرین لحظات به خاطر خدا بوده. خب این هم در دنیا شهید هست و هم در آخرت شهید هست. در دنیا شهید هست به این معنی که احکام شهید را دارد، به این معنی که این چنین فردی در واقع غسل داده نمیشه، غسلش نمیدند و کفنش نمی کنند، با همون لباس خودش و با همون خونی که هست با همون در واقع دفن می شوند. این حکمش در دنیا هست و در قیامت همون هم فضیلت بسیار بزرگی که برای شهید وجود داره. پس بنابراین کسی که در جهاد کشته می شود شهیده، هم در دنیا و هم در آخرت. مورد دیگر هست که از نظر حکم دنیوی شهید هست اما در آخرت شهید نیست، مانند کسی که فرض کنیم که رفته برای جهاد اما هدفش اعلای کلمت الله نبوده، به خاطر این رفته، به خاطر ریا رفته، مثلا به خاطر این رفته که مردم بگن فلانی قهرمانی هست، فلانی در واقع جانش رو فدا کرده برای دین خودش، به خاطر حرف مردم رفته، این حکمش در دنیا حکممون شهیده، چون که ما از قلبش خبر نداریم. این همون حکم شهید در مورد این هم هست، غسل و کفنی بر این لازم نیست، اما در روز قیامت حساب و کتابش با الله متعال هست. مورد سوم این است که شهید آخرت هست، ثواب شهید رو در آخرت به اون خواهد رسید، اما در دنیا مثل یک شهیدی با اون برخورد نمیشد. مثل بقیه مردگان عادی هم غسلش میدن، هم کفنش میکنند، لباسش رو در واقع بدنش رو اگر نجاستی داشته باشه باید کاملا بشورند. این در واقع در دنیا شهید شمرده نمیشود اما شهید آخرت هست. این سری مواردی که هستند که مرگ ناگهانی وجود داره بر اثر بیماری مزمنی مثلا مرده، در مرگش رنج و مصیبتی رو دیده، این تمام جز این موارد هستند. روایت صحیح در این زمینه وجود دارد از رسول الله صلی الله علیه وسلم که ایشون فرمودند که الشهداء خمسة، شهیدان 5 نمونه هستند و 5 گروه هستند: المطعون والمبتون والغریق و صاحب الحدم و الشهید فی سبیل الله. اون کسی که مبتون هست یعنی به خاطر اسهال و یک بیماری داخلی از بین می رود، و اون کسی که در واقع به خاطر طاعون از بین می رود و بیماری دیگری طاعونی وبای می گیرد از دنیا می رود، یا اون کسی که در دریا غرق شده، یا اون کسی که زیر آوار می رود و زیر دیوار می رود و می میرد، و اینها شهید هستند. و شهید پنجمی شهید فی سبیل الله هست. اینها حکمشون شهید هست، منتها شهید فی دنیا نیستند، شهید در آخرت هستند. و همچنین کسانی که به خاطر تصادف از بین میروند، به خاطر غرق شدن در دنیا هست، به خاطر زلزله، به خاطر بمباران یا موارد دیگر مثلا از بین میروند، اینا دقیقاً حکمشون این موارد هست که در دنیا چه بسا حکم شهادت رو ندارند اما در آخرت الله متعال یک پاداشی رو به چنین افراد خواهد داد. بله، جزاکم الله خیر. بیان بعدی سوالشون در مورد جن بود که گفتن آیا جن در روز قیامت در بهشت در نزد یعنی با انسان ها زندگی میکنن یا جدا؟
در این زمینه هیچ گونه اشکالی وجود نداره که در آیات قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرامان آمده که جن ها مکلف هستند و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و سوره جن و داستان دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم به جن ها این کاملا دلالت بر این دارد که جن ها مکلف هستند مانند انسان ها. مکلف هستند یعنی این که در واقع اگر کار خیری رو بکنند ثوابش و پاداشش رو میبینند، کار بدی رو بکنند و مجازات خواهند شد. و در این زمینه همون گونه که بیننده منم اشاره کرد آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد مانند این که لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین یا موارد دیگر از این قبیل که در روز قیامت الله متعال به اصطلاح جنهایی رو که جهنم رو جای جنها و انسانهایی هست که بی ایمان بوده باشند یا سزاوار جهنم باشند و همچنین اون کسانی که سزاوار بهشت باشند در بهشت اونها جا خواهند گرفت و الله متعال این نعمت رو به اونها میدهد. و در این زمینه روایاتی هم اومده که برعکس خواهد شد در روز قیامت و مطالبی هست که همون گونه که اونها در دنیا ما رو میبینند و ما اونها رو نمیبینیم در قیامت برعکس میشود، ما اونها رو میبینیم اونها ما رو نمیبینند. به هر صورت وقتی که مکلف هستند در الله متعال اونها رو پاداش میدهد، وقتی که کافرانشون به جهنم میروند مسلمانانشون به بهشت خواهند رفت که مسلماً باید هم مسلمان باشه، یعنی به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داشته باشه. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که آیا یوسف علیه السلام با زلیخا ازدواج کرد؟ ما رو که دعوت نکردن برای عروسیشون و در این زمینه دلیلی هم وجود نداره. این سری سوالاتی هست که نه منفعتی برای دین ما دارند و نه برای دنیای ما. اگر ما بمیریم این مطلب رو ندونیم هیچ ضرری رو نکردیم، اگر بدانیم بمیریم باز هم هیچ گونه ثوابی رو برای ما نیست. این موارد ثابت نیست. حتی ازدواج یوسف و زلیخا با روایات نه در قرآن اومده و نه با روایات صحیح ثابت شده. پس بنابراین اگر گفته بشه که ازدواج کرده یا ازدواج نکرده حرف بدون دلیل هست. جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن که سوالشون در مورد عمره در زمان حج بود. گفتن که اگر در وقت حج چند بار عمره انجام بدیم این کار چه حکمی دارد و اگر عمره برای کسان دیگری که اقوام هستن مثل پدر مادر که به عمره نرفتن انجام بدیم آیا این عمره درسته؟ عمره که اولا به صورت کلی حج و عمره، حج بدل یا عمره بدل که انسان به جای دیگران حج و عمره رو انجام بده، این در صورتی مشروع هست که اون فردی که ما میخوایم به جایش حج و عمره رو انجام بدیم یک اینکه مرده باشه. برای زنده انجام حج و عمره جایز نیست به هیچ عنوان. هیچ دلیل شرعی در این زمینه وجود نداره. حتما باید اون فردی که برایش حج یا عمره انجام میگیرد از دنیا رفته باشه. برای کسی که در دنیا هست، زنده و حیات هست و خودش در واقع امکان داره که بیاد، برایش حج یا عمره کردن جایز نیست. نه حج اصلی، نه حج فرضی و نه حج نفلی یا عمره نفلی، هیچ چیزی برایش در واقع جایز نیست. این مورد اول. مورد دوم مگر برای کسی که مرده باشد یا این که واقعا بیماریش مزمن باشه و افتاده باشه، یعنی امیدی برای بهبودش نیست. یک کسی فرض کنید در مرض مرگ هست، در حالت احتضار هست یا کاملا فلج شده که به هیچ عنوان امیدی برای بهبودی و سلامتش وجود نداره. برای این دو گروه می شود که حج و عمره رو انجام داد. اگر انسانی زنده هست و صحیح و سالم هست، عمره کردن یا حج کردن برای چنین افرادی جایز نیست. این مطلب اول. مطلب دوم در مورد تکرار حج یا عمره در یک سفر، تکرار حج و عمره به تعبیر ایشون که در یک سفر باشه. خب در یک سفر یک حج بیشتر امکان پذیر نیست. یک سفری رو انسان در واقع میتونه یک حجی رو عملا انجام بده اگر بخواد که با تمام مردم این حج رو انجام بدهد هم و با کاروان حج همراه باشد. در یک سفر تکرار حج و عمره مشروع نیست. یعنی در یک سفر عمره یا در یک سفر حج شما فقط میتونید یک بار این مناسک را انجام بدهید و این مشروع نیست که تکرار بکنید عمره را. یک عمره برای خودتون انجام میدید، یک عمره رو برای دیگران. عرض کردم اگر زنده باشند به هیچ عنوان جایز نیست. حتی برای مردگان هم در یک سفر چند عمره کردن جایز نیست که شما یک مرتبه برای خودتون عمره بکنید، یک مرتبه فرض کن برای فلان خویشاوندتون که از دنیا رفته. به دلیل این که
میبینیم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از هجرت وقتی که به مدینه هجرت کردن تا زمان فتح مکه نتونستند که برن دوباره به مکه وارد مکه بشوند. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اولین و آخرین حجی رو که انجام دادن بعد از هجرتشون فقط یک حجی بوده که همون حجت معروف به حجت الوداع هست. در اون سال اتفاقی افتاد که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به خاطر عادت زنانش نتونست که تمام مناسک حج رو و طواف رو انجام بدهد. رسول الله صلی الله علیه وسلم ایشون رو بعد از این که پاک شده بود با برادرش حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر فرستاد که برود در تنعیم، همین جایی که امروزه مسجد عایشه هست و اهل مکه میروند از اونجا احرام میبندند. ایشون رو فرستاد با عبدالرحمن ابن ابی بکر با برادرش که اینو ببر اونجا خارج از حدود حرم، از اونجا احرام ببندد و بر بگردد. وقتی که عایشه رفتند و احرام بستند عبدالرحمن ابن ابی بکر همراهش بود و حتی عبدالرحمن ابن ابی بکری از که محدوده حرم خارج شده بود بازم احرام نبست، در صورتی خارج رفته بود. بقیه صحابه به جای خودشون، رسول الله و دیگر صحابه به جای خودشون که نرفتن عمره دیگری رو انجام ندادن، با اینکه سالهای سال از مکه دور بودن نتونسته بودن حج عمره رو انجام بدن، اما این عمرهشون رو تکرار نکردن و حتی عبدالرحمن ابن ابی بکر که خارج از محدوده حرم رفته بود بازم احرام نبست، صرفا حضرت عایشه احرام بستند و اومدند و حج خودشون رو کامل کردن، طواف رو انجام دادن. پس بنابراین تکرار عمره در یک سفر نه از رسول الله ثابت هست و نه در قرآن چنین اثری وجود داره و نه از سیره رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحاب گرامیشان. اگر می‌خواهید که به مردگانتون ثواب برسد، ایصال ثواب بکنید، بهترین راهش دعا کردن هست. شما در حرم هستید و این فرصت را برای خودتون غنیمت بدونید، برای خودتون نماز بخونید، برای خودتون طواف بکنید و برای مردگانتون دعا بکنید. این دعا بالاترین ثواب را داره، حتی از ثواب عمره که شما انجام میدید خود همین دعا برای مرده بیشتر ثواب داره و مفیدتر هست و یک کار کاملا مشروعی هست که در آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم یک اصلی را دارد. اما تکرار عمره اصلی در قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ندارد، به این صورت که انسان در یک سفر 2 مرتبه عمره انجام بده. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که اگر شخصی وفات کند در حالی که ازدواج نکرده باشد، یعنی به سن ازدواج رسیده باشه ازدواج نکند، در روز قیامت تکلیفش چیه؟ در مورد مرگ انسان‌هایی که مجرد هستند یا متأهل هستند هیچ گونه تفاوتی رو نداره. انسان از دنیا با حالت تأهل از دنیا برود یا به صورت مجرد باشه هیچ گونه تأثیری رو در سرنوشت انسان ندارد. یعنی این که انسان متأهل باشد از دنیا برود ثواب داشته باشد، اگر مجرد باشد گناه داشته باشد یا مجازات شده باشد در آخرت، چنین چیزی مطلقاً وجود نداره. ثواب مجرد و متأهل هر دوتا یکی هست و بعد از آخرت بر اساس اعمالی که انجام دادن با اونها برخورد میشه، نه بر این اساس که یکی مجرد بوده یکی متأهل بوده. و روایاتی که در این زمینه اهل سنت که چنین روایاتی رو ندارند و حتی در روایات شیعه که وجود داره همه‌شون روایات جعلی و در واقع ساختگی هست و هیچ گونه اصلی در قرآن و احادیث صحیح در این زمینه وجود ندارد. مرگ برای متأهل و مجرد یکی هست و ثوابشون بر اساس اعمال و ایمان و عقیده‌ای هست که در دنیا داشتند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی خواهرمون بودن گفتن که نماز میخوانم ولی در حین نماز فکرم پریشان است و ذهنم مشغول است، چه کار باید بکنم؟ در مورد وسواسی که در نماز هست انسان مأمور هست که از نظر شرعی تا جایی که میتواند این وسواس را دفع بکند، تا جایی که انسان میتواند وسواس را دفع بکند و در هنگام نماز حضور قلب داشته باشد و بهترین راهش این است که این آداب و سنن نماز را مراعات بکند و دعا بکند برای این که الله متعال این وسواس را از اون در واقع از قلبش بیرون بکند. مثلا خود همین وضو گرفتن سبب دوری شیطان هست، اذان گفتن اذان سبب هست، اقامه گفتن سبب این است که شیطان از انسان دور می شود و معتقد بودن، باور داشتن به الله
الله متعال مطمئن بودن به وعده های الله متعال، اینها تمام در واقع سبب دور شدن انسان هست و ضعیف شدن کید شیطان هست. توجه کردن در نماز به آیاتی که خونده میشه، به اذکاری که خونده میشود و مراعات کردن آداب و سنن ظاهری نماز، یعنی اینکه نماز را با آرامش و طمأنینت بخونند، شتاب زده نماز نخونند و به هر یک ذکری را، دعایی را، وردی را در محل خودشون بخونند و با حضور قلب بخونند. تمام اینها تاثیر دارد در قبولیت نماز انسان. اما بالفرض اگر کسی تصور بکنیم که در هنگام نماز با وجود این که سعی و تلاش میکند اما اون گونه که دلش میخواهد و رضایت قلبی داشته باشه، نمیتواند که حضور قلب را احساس بکند یا این وسواس را دفع بکند، این در نماز تاثیر نداره برای قبول بودن نماز. یعنی به هر صورت فرض شما مورد قبولیت الله متعال قرار میگیرد. این که شما در نماز فکرتون جای دیگر رفته، حواستون پرت شده، این سبب بطلان نماز نمیشود. منتها باید سعی بکنید با این روش هایی که من عرض کردم وسواس شیطان را در هنگام نماز در واقع کمتر بکنید. جزاکم الله خیر. آهادی هم سوالشون در مورد طلا بود که توضیحاتی دادن، مثل گفتن که معامله طلای روز شنبه که ما روز شنبه مثلا 2 کیلو طلا میخریم ولی پولی جابجا نمیشه و اون طلا رو میفروشیم، حالا تا شنبه آینده یا ضرر میکنیم یا سود. این کار چه حکمی داره؟ در معامله طلا یا هر معامله دیگری از این اقلام ربوی که من قبلا عرض کردم، 2 شرط اساسی در اینجا وجود داره. اگر این 2 شرط وجود داشته باشند این معامله صحیح است. اگر وجود نداشته باشه معامله فاسد و باطلی است. یکی این که تقابض باشه، یعنی این که 2 قلمی که با هم دیگر معامله میشوند حتما باید قبض بشوند. تقابض یعنی مشتری طلا رو قبض بکند و اون فروشنده پولی رو که میخواد تحویل بدهد اینو باید کاملا قبض بکند. هم تقابض باشه در این زمین و اگر طلا به طلا هست همین که تساوی در این زمینه باشه. اگر طلا با پول نقد معامله میکنند حداقلش این است که یدن بید باشه. این یدن بید، دست به دست بودن یعنی نقدی بودن و قبض کردن از نظر شرعی شرط هست برای جواز این معامله. و در این معامله ای که به این صورت هست که طلایی رو میفروشند 1 کیلو طلا کمتر بیشتر رو بنابر یک قیمت مشخص، منتها این یک معامله صوری هست، یعنی شکل معامله هست، معامله واقعی نیست. اون طرفی که این در واقع طلا رو از شما گرفته این طلا رو برای خودش بر نداشته و شما دوباره اون طلا رو مطالبه میکنید، شما دوباره طلا را برای خودتون میخواید. طلا را با این نیت شما نفروختید طلا مال فلانی، مال مشتری باشه و صاحب اختیار باشه. شما طلا را به این خاطر فروختید که 1 هفته طلا در اختیار خریدار باشه و بعد از 1 هفته دوباره این را یک قیمت دیگر میگذارید، یا این که دوباره نفع میبرید یا این که دوباره ضرر میکنید. پس بنابراین این معامله یک معامله صوری و ظاهری هست و اون شرایط معامله اصلی را ندارد و چنین معامله حرام هست و اون پولی هم که دریافت میشه به عنوان سود، اون پول در واقع یک نوع ربا شمرده میشود و ناجایز هست. بله، جزاکم الله خیر. به سوالای SMS بینندگان باز میگردیم. چندین سوال در مورد ارتباط رابطه زناشویی بین زن و شوهر است که در کل سالها به این صورت خلاصه میشه که چه کارهایی در امور زناشویی بین زن و شوهر ممنوع است؟ بفرمایید. این مطلب رو رسول الله صلی الله علیه وسلم به صورت صراحت بیان کردند و الله متعال در آیات قرآن کریم هم به این مطلب اشاره کردند: نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. زنان کشتگاه شما هستند، مزرعه شما هستند، به هر کیفیتی که میخواهید با زنانتون درآیید، یعنی با اونها نزدیکی و مقاربت بکنید. این به صورت کلی هست و در تفسیر این آیه که نقل شده از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه اینو اینگونه تفسیر کرده که در حالت ایستاده، در حالت نشسته، در حالت خوابیده، هر گونه که شما خودتون بخواهید تمام این حالت ها جایز هست و منتها فی سمام واحد، در محل مورد نظر، در محلی که محل حرص هست، محل جماع و مقاربت و نزدیکی هست. و در دایره زندگی زناشویی 2 تا امر محرم و حرام وجود داره. 2 مورد خط قرمز داریم، حرام هستند، ناجایز هستند و تحت هیچ شرایطی هم جایز نیستند و هر کسی هم که فتوا داده باشه فتواش غلط و اشتباه هست. این 2 موردی که این هستند که در حالت عادت ماهیانه، در عادت ماهیانه
همبستری زن شوهر با هم دیگر حرام هست. منظور از همبستری مقاربت هست، یعنی اون همبستری که عملاً با هم دیگر در واقع جماع بکنند و مقاربتی صورت بگیرند. معنیش این نیست که کنار همدیگر نخوابند، همدیگر را بغل نکنند یا مقدمات همبستری رو انجام ندهند. فقط و فقط همبستری و مقاربت حرام به استدلال از آیه و نص صریح آیه که یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض، که در هنگام حیض و قاعدگی از زنان دوری بکنید، نه اینکه لحافتون جدا بکنید، بلکه منظور آیه این است که با اونها مقاربت نکنید. این مورد اول هست. در تحت هیچ شرایطی جایز نیست چه اول در واقع عادت ماهیانه باشه چه آخر عادت ماهیانه باشه، تا زمانی که زن غسل نکرده و کاملا پاک نشده مقاربت ناجایز هست. منتها در مورد این که آیا کفاره دارد یا اینکه کفاری ندارد، اگر کسی بالفرض در حالت عادت ماهیانه با زنش نزدیکی بکند آیا کفاری دارد یا خیر، این گناهی رو انجام داده و هر گناهی رو که انسان انجام بدهد کفارش توبه کردن هست که توبه رو باید انجام بده و کفاره مادی ندارد این که یک چیزی رو صدقه بکند. گرچه در برخی از روایات اومده و نقل قولی شده از برخی از صحابه که گفتند که اگر که در ابتدای عادت ماهیانه باشه نمیدونم نصف یک دیناری رو صدقه بده یا در آخرش باشه نصفی باشه، منتها این دلیل شرعی و محکمی در این زمینه ندارد و از دیدگاه ما هم یک کفاره مادی نداره، فقط کفارش همون توبه کردن هست که انسان در این زمینه توبه بکنه. این مورد اول هست. و مورد دومی که در زندگی زناشویی حرام هست نزدیکی کردن از راه عقب هست، لواط کردن چه با زن باشه چه با غیر زن، این در واقع حرام هست و تحت هیچ شرایطی هم این جایز نیست و هیچ کدام از مذاهب و ائمه اهل سنت و الجماعت چنین عملی رو جایز نمیدونن. اضافه بر این هر موارد دیگری که باشه کاملا حلال هست. هر مورد دیگر اضافه بر این باشه کاملا حلال هست و هیچ گونه اشکال شرعی نداره و جایز هست بوسیدن بدن یکدیگر، زبان زدن به بدن هم دیگر در هر کجای بدن که باشه به هیچ صورت بدون استثناء اشکال شرعی در واقع ندارد و کاملا جایزه. فقط این دو مورد حرام هستند، نزدیکی در هنگام عادت ماهیانه و نزدیکی از راه عقب. این دو مورد حرام قطعی و 100% هستند به تصریح قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و بقیه موارد کاملا جایز و حلال است. بله سپاسگزارم از شما. بیان بعدی در مورد استخاره سوال کردن، گفتن که استخاره با قرآن آیا جایز است یا نه؟ در مورد استخاره با قرآن چنین چیزی وجود نداره. این استخاره از قرآن رو نه جبرئیل تا آموزش داده به رسول الله صلی الله علیه وسلم، نه ایشون عملا چنین استخاری رو گرفتن، نه اصحاب رسول الله چنین استخاری رو گرفتن و نه ائمه بزرگوار ما. چنین استخاری مطلقاً وجود ندارد از آیات قرآن یا از هر کتاب دیگری که شما بخواید استخاره بگیرید. مطلقاً چنین چیزی کاملا حرام هست و غیر واقعی هست، یعنی که استخاره نیست. روش استخاره شرعی اونگونه که در روایت حضرت جابر رضی الله تعالی عنه اومده که ایشان میفرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای استخاره را به اندازه اهمیت دادند که در حد یک آیه قرآن و سوره قرآن به ما آموزش میدادند. فقط و فقط همین یک مورد استخاره شرعی رو ما داریم. استخاره های دیگر هر چی باشند ناجایز هستند و استخاره نیستند. یک نوع فریبکاری هست که انسان خودش رو تلقین کرده و فریفته و اون کسانی هم که کتاب باز میکنند یا قرآن رو باز میکنند که برای شما استخاره بگیرن، مطمئن باشید که اینها انسان‌های شیادی هستند و این استخاره نیست و این طلب خیر نیست. طلب استخاره شرعی این است که حضرت جابر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما فرمودند که هر کسی که میخواد یک کاری رو انجام بدهد قبل از انجام کار برود 2 رکعت نماز بخواند، غیر از نماز فرض 2 رکعت نماز نفل و سنت باشند. این 2 رکعت نماز رو بخواند، بعد از این 2 رکعت نماز این دعا رو بخواند و به زبان فارسی میشد این دعا رو خوند که اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسالک من فضلک العظیم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي. که پروردگارا تو میدانی من نمیدونم، من طلب خیر میکنم، طلب قدرت میکنم، طلب علم میکنم از تو میدانی ما نمیدونیم، تو قدرت داری ما قدرت نداریم. پروردگارا اگر میدانی که این کار برای من خیر هست اینو برای من مقدر بکن. و در ادامه دعا میفرماید که وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني
دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنه ثم قدر لی الخیر حیث کان و ثم ارزقنی به. پروردگار اگر میدونی این کار برای من بد هست و مناسب نیست، اینو از من دور بکن، منو از این کار دور بکن، خیر رو برای من هر کجا هست مقدر بکن و مرا به تقدیر خودت راضی بگردان. این روش استخاره صحیح هست که در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده و ایشان اصحاب خودشون را به این روش آموزش دادن. اما استخاره گرفتن از قرآن و از تسبیح و از کتاب‌های دیگر به هیچ عنوان اصل شرعی ندارد و استخاره مشروعی هم نیست. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که دعای خیر و برکت در کسب و کار در کدام سوره از قرآن آمده؟ تمام قرآن در واقع خیر و برکت دارد که انسان مطالعه بکند، قرآن را بخواند، تدبر بکند، این باعث خیر و برکت در زندگی انسان هست. اما آیاتی رو که بنویسند، آویزان بکنند بر روی در و دیوار که به عنوان این که در مالشون اضافه بشه، برکت میتونه چیزی وجود نداره. در این زمینه حدیثی هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم و دعایی هست برای پرداخت وام یا برای رزق و روزی که این که خود انسان بخواند، نه این که بنویسد آویزان بکند در مغازه. این تأثیر دارد که اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. این دعای مؤثری هست، هم برای پرداخت دین و وام و هم برای برکتی که در رزق و روزی انسان به وجود بیاد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که اگر شخصی در زمین کشاورزی مشغول نماز باشه و یک سگ بیاید روی دست و پای او و او نماز را رها کند و دوباره این عمل تکرار شود، حکمش چیست؟ ولی وقتی که شون نماز رو رها کردند، تو معنیش این است که نماز رو قطع کردند، نماز رو دوباره باید اعاده بکنند. نماز رو وقتی میخونند دوباره از سر نو دوباره باید نماز بخونند. منتها در مورد حکم شرعی اگر سوالشون در مورد این است که در این که نماز رو شکستند، خب گناهی رو مرتکب نشدند. به خاطر اینکه متوجه نبودند یا به خاطر اینکه سگ رو از خودش دور بکنند یا حکم شرعیشو نمیدونسته، نماز خودشون رو قطع بکنند. خب این نماز وقتی قطع کردی خودتون نمازشون باطل کردی و دوباره باید نیت بکند و نماز دیگری باید بخونند. اما اگر سوالشون در مورد این است که آیا بدنش نجس شده، نه، با اینکه سگی کنار شما بیاد یا بر روی مصلی شما بیاد یا اینکه به بدن یا لباس شما خودشو بمالد، این سبب نجاست لباس یا بدن شما نمیگردد و نمازتون کاملا درسته، بدنتون نجس نشده و وضوتون کاملا وضوی درستی است. منتها در صورتی که سگ خیس باشه که یک حکم جداگانه داره، که مکانی رو که خیس هست اونو در واقع باید بشورند و نجس میشه. و در این زمینه روایتی هم هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم که اگر سگ سیاه باشه، اگر سگ یکی از سگ سیاهی باشه که در روایت تعبیر شده که شیطان خودش رو به سگ سیاه در میاره، اگر از جلوی نماز رد بشه، یعنی از محلی که انسان ایستاده نماز میخواند تا محل که سجده میکند، اگر در این فاصله رد بشه، بسیاری از فقها و خصوصا محدثین فتوا دادند که چنین نمازی باطل هست، یعنی نمازش رو باید دوباره از سر نو شروع بکنند. اما عموم فقها و در صورتی که سگ سیاه نباشه، حکم قطع شدن نماز رو کسی صادر نکرده و حکم نجاست رو هم نداره مگر این که سگ در واقع خیس شده باشه. جزاکم الله خیر. بنده بعدی گفتن که در مورد نشان دادن دزدی که میشه و دزد را در آینه نشان میدن، آیا این عمل حقیقت داره؟ نه، چون این چیزی حقیقت ندارد. هیچ کسی غیر از الله متعال غیب را نمیداند و اگر کسی بالفرض چنین بکند و بالفرض هم که واقعیت داشته باشد، این یک نوع سحر است، یک نوع سحر است و یک نوع استغاثه و طلب مدد از جن هست که این مورد را من قبلا به صورت مفصل توضیح دادم که چون این موردی کاملا حرام هست و هیچ کسی نمیداند که مال مسروقه شما یا مالی که گم شده چه کسی آن را به سرقت برده یا فعلا در کجا هست. این جزء امور غیب هست و کسی که ندیده به هیچ عنوان نمیتواند که شما را از در غیب به در واقع راهنمایی بکند، شما را به مال و ثروتتون بگرداند. و حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفر و در قضیه حادثه بنی مصطلق، غزوه بنی مصطلق، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها گردنبندشون گم شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه همه بسیج شدند برای پیدا کردن گردنبند حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و نهایتا موفق نشدند. یعنی
یعنی حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیدونست که گردنبند کجا هست و کجا افتاده. پس چطور کسی دیگر غیر از رسول الله میاد ادعا میکنه که من میدونم چیزهای گم شده شما کجا هستند یا مسروقه شما رو چه کسی برده؟ نهایتا وقتی که میخواستند حرکت بکنند رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که شتر بلند شد دیدن که بله گردنبند زیر شتر افتاده بوده. حتی زیر شتر را رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر نداشتند، نمیدونستند، چه برسد به افراد دیگری که دم از غیب میزنند. و ایمان داشتن به چنین افراد، باور کردن چنین افراد، این مشمول اون روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که من اتی کاهنا او عرافا فصدقه بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد. اگر کسی نزد چنین فردی برود و از اون سوال بکند چنین موردی رو و تصدیق بکند اون را، این کفر به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم است، کفر به قرآن هست. باید دوباره شهادتین رو بیاورد. حتی اگر برای امتحان برود، برای آزمایش برود و ایمان نداشته باشد، باور نکند، باز هم در روایت اومده که تا 40 شبانه روز نماز چنین کسی قابل قبول نیست. پس بنابراین در هیچ شرایطی و تحت هیچ صورتی به این انسانهای رمال و فالگیر و غیبگو و کاهن به هیچ عنوان نباید اعتماد کرد و به هیچ عنوان هم نباید سراغ این افراد رفت و در واقع برای چنین موارد به چنین افراد نباید مراجعه بکنند. جزاکم الله خیر. بیننده از ولایت نیمروز افغانستان سوالشون این است که یکی از ماموران دولت زیاد رشوه میگیرد. زمانی که به طرف خانه خود میرود پولها را بین مردم غریب تقسیم میکند. آیا گرفتن این پول برای این کار حلال است یا حرام؟ رشوه گرفتن یکی از مواردی هست، یکی از مفاسد هست که متاسفانه در بسیاری از جوامع وجود دارد و این به تصریح حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع ملعون هستند و تهدید شدند به آتش جهنم. الراشی و المرتشی کلاهما فی النار، که هر دوتا جهنمی هستند. یعنی این که این کارشون یک کار گناهی هست و سبب ورود به جهنم هست. صرف نظر از این که این پولی رو که به دست آوردن در چه کاری اینو مصرف بکنن. این فرد هر دوتا، هم راشی و هم مرتشی، اون کسی که رشوه میدهد رشوه میگیرد، اینا سهم دارند و شریک هستند در ایجاد یک فساد اجتماعی و یک فساد مالی در یک شهر مسلمان و مردم مسلمان مجبور میشن برای رسیدن به حق خودشون یا برای رسیدن به حق دیگران در واقع رشوه رو بگیرند. خب این فردی که رشوه گرفته یکی گناهی که انجام داده که خودش رشوه گرفته، یعنی از طریق نامشروعی برای خودش کسب درآمد کرده. یک گناه دیگری که مرتکب شده به خاطر این رشوه‌ای که گرفته، یک حقی را یک در واقع به ناحق داده، حق کشی کرده. این یک گناه جداگانه هست. خود گرفتن رشوه یک گناه جداگانه هست و خود اون قضاوتی که میکند یا عملی که در مقابل این پول انجام میدهد و حقی رو که ناحق میکند، اون یک گناه جداگانه هست و از نظر شرعی هر دو گناه به هیچ صورت در واقع جایز نیست و بنابر فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم اون رشوت دهنده و رشوت گیرنده هر دوتا جهنمی هستند و خود این مصرف کردنش در راه دیگر این خودش یک بحث جداگانه هست. این که انسان رشوه بگیرد در راه خیری مصرف بکند به هیچ عنوان توجیهگر گرفتن رشوه نیست. این یک کار کاملا گناهی است و با این که این مال را در صدقه بکند یا به فقرا بدهد، گناه رشوه از گردنش ساقط نخواهد شد و این وعید همچنان بر گردنش باقی هست. جزاکم الله خیر. خواهری از گرگان پرسیدن که من یک زن هستم، پایم خرد شده. یک مرد را آوردن متخصص شکست بند بود. آیا این مرد محرم میشه؟ محرم بودن بدین معنی هست که در واقع میتواند که مراجعه بکند در صورتی که یک زنی بیمار باشه و موردی باشه که زنی مثلا وجود نداره برای معالجهش، پزشک خانم وجود نداره، از نظر شرعی جایز هست که برود نزد یک دکتری که مرد هست، جنس مخالفش هست، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. منتها مشروط بر این که دکتر زن وجود نداشته باشه و مشروط بر این که همراه با محرم باشه. خلوت کردن با دکتر و پزشک در واقع جایز نیست که به صورت تنها باشن، حتما محرمش هم باید در چنین موارد همراهشون باشه. در این موارد جایز هست مراجعه کردن به، در غیر این دو موردی که عرض کردم که هم این دکتر پزشک زن نباشه و این که همراه با محرم باشه، با این شرایط جایز هست مراجعه کردن به پزشک مرد. اما محرم بودن به این معنی که با هم سفر بکنن، با هم خلوت بکنن، این به معنی محرم بودن نیست، بلکه به این معنی است که جایز هست مراجعه کردن به پزشک مرد با اون دو شرطی که من عرض کردم. بله، جزاکم الله خیر. وقت برنامه هم تمام شد. از شما تشکر میکنیم.
از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنم تا این لحظه پای برنامه نشسته بودن و دعا میکنم که خداوند به ما و شما توفیق عمل نصیب بکنه، یعنی جزء کسانی قرار بده که حرف حق را میشنوند و به آن عمل میکنند. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.